بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه واهل بیته اجمعین. بعدا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا یک جایه با شما در این روز سید دست به درگاه بی همتای پروردگار می برداریم با امید آنی که خداوند مرادهای ما و شما را، مقصودهای ما و شما را حاصل بگرداند. پروردگارا، این روز جمعه که روز سید است، روز عید است، خدایا بر تمام این بندگانی که در خانه تو حضور دارند روز مبارک و روز عید بگردانش. و خدایا گذشتگان این جمعیت ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا بیماری ها همه منتظر شفا هستند، شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبشان بگردان. فرزندهای ما، فرزندهای این دیار کلاب ما برای طلب علم و طلب رزق روزی بیرون از خاندان هستند. خدایا صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده و خاندان بر بگردان. و خدایا آرامی را در روی دنیا علال خصوص در این جمهوری ما برقرار و بر دوام نگه بدار. و رهبریتی که بالای سر ماست خدایا توفیقشان را رفیق بگردان. و تمام نیتهای نیکی که در دل این رهبریت است خدایا برآورده بگردان. عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبشان بگردان. اللهم اعن على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه گذشته موعظه‌ای که ما و شما داشتیم عبارت از جواب به سوالهای شما بود. و پیش از آن جمعه درباره تولد حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه صحبتی داشتیم. و این صحبت ما البته باقی هست، زیرا که ما از استادان حضرت امام اعظم، از تدریس او، از فضیلت‌های او که رهبر مذهب ما و شماست با شما صحبت نکردیم، ولیکن انشاءالله صحبت میکنیم. و امروز هم باشد یک قسم باز همون سوال‌هایی که نزد ماست جواب میگردانیم، زیرا که خیلی سوال‌های بیشمار باز در خانه منتظر هستند. لیکن اونها را بعد یک دو جمعه که در باب فضیلت ابو حنیفه انشاءالله صحبت میکنیم، بعدا باز به سوال و جواب ها یک جمعه دیگر را میبخشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظیم. آیتی که تلاوت کردم از سوره مبارکه لقمان است و آغاز این صحبتم از این آیت‌های مبارکه با آن سبب آغاز کردم که برادر به من مکتوب نویسانده است. داملای عزیز و گرامی
درود و رحمت خداوند با شما باد که بسیار از صحبت‌های شما اصلاح و درست شدیم، لکن سیوم بار شد که سوال من بی جواب میماند. آیا این شخصانی که تکبری میکنند، خواه از حساب پولداری یا وظیفه‌داری یا لباس زیبا یا ماشین زیبا و در دستها چله و در گردن گردنبند، یا زنی که این عمل را کند چی می شود؟ بسیار لازم است جواب مکمل دهید ای فخر کلاب ما. این برادر سیوم جمعه شد در اصل راست می گوید. ما با این جمعه جواب این گذاشته بودیم که درباره شخصانی که تکبر هستند صحبتی داشته باشیم. این آیتی که الحال به شما تلاوت کردم، خداوند در این سوره که به نام لقمان است حکایت میکند. ولا تسعر خدک للناس، ای مردم شما با کدام نفر نباشد وقتی که پیش شما به احتیاج می آید یا وقتی می خواهد که با شما صحبت کند، شما بر روی وی روی ترش نکنید. ولا تسعر خدک للناس، این مردم هم در نزد خدا قدر دارد. اگرچه تو عالم باشی، اگرچه تو وظیفه داری، اگرچه تو مال داری، کس نمیداند، کس نمیداند در این بحر عمیق، کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق، کسی نمیداند. از این خاطر مفسرای قرآن میگویند وقتی یک آدم بیچاره احوال اگر پیش شما آمد و با شما میخواهد که صحبت کند، تا آخر صحبتی وی گوش کن، گردن بلند نکن. نظر میکنی که یک حالش ناخوب است، به سخنش توجه نمیکنی، تو در غضب خداوند گرفتار میشوی. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. خداوند میگوید وقتی در زمین راه گشتی ای بنده ضعیف، شما خرامان راه نگردید. یعنی شما تکبرانه راه نگردید، مثل بنده راه بگردید. معنای این آیت اون نیست که شما با یک گردنهای شکسته و با یک حالت خیلی مردوار خودتان را نشان دهید، بلکه باید مسلمان با وقار باشد. مسلمان در راه گشتن قامت راست داشته باشد. چگونه که حضرت علی گفتند، میگد وقتی نگاه کرد یک آدم بسیار مردوار راه میگشت، بسیار امیدت خودش را با یک تواضع نشان میداد، حضرت گفتند لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. این مرد گفت تو این چنان راه نگرد، گفت این گردن خمی که تو الک گردن خم کردی یا این حالت قدمهای ناخوبی که تو میزنی، این دین ما را بر ما نمیران، خدا تو را هلاک بگرداند. ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمریض. حضرت عمر گفتند وقتی در راه رفتی گفت گردن تا بلند بکن، زیرا این که اسلام بیمار نیست. با وقار راه بگرد، لکن تکبر در وجود راه نتی، کبر در وجود راه نتی. نگو من عالم هستم، نگو من وظیفه دار هستم، نگو من منصب دار هستم. پیغمبر خدا میگوید لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. کسی که اگر در دلش، همه ما و شما در کتاب است، ما و شما امت پیغمبر هستیم، کسی در دلش
ذره به منزله یک دانه ارزن اگر کبر داشته باشد لا يدخل الجنت، گفتن پیغمبر وارد جنت نمی شود. فقال الرجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه. پیغمبر خدا را یک شخص از بین خست گفت پیغمبر خدا اگر مرد دوست دارد این که لباسی زیبا داشته باشد یا پایافزالی زیبا داشته باشد، پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند خود زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. لباس زیبا پوشیدن، کفش‌های زیبا پوشیدن، اینها معنای کبر ندارن. گفت پیغمبر خدا الکبر بطر الحق و غمط الناس، گفتن رواه مسلم. کبر در برابر حق سرکشی کردن است و مردم را حقیر شماریدن است. این معنای کبر هست. از این حدیث ما می توانیم باز یک دلیل دیگر برای شما خبر دهیم که پوشیدن لباس زیبا، پوشیدن پایافزال‌های زیبا در اسلام هیچ مانعی ندارد، بلکه جایز است و زیباست و خوب است. حتی رسول اکرم میگوید احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم حتی تکونوا کأنکم شامة فی الناس. شما امتی من وقت پولدار باشید پولها را جاگه نکنین، گفتم پیغمبر، ذخیرش نکنین، بلکه چیکار کنین؟ احسنوا لباسکم، بهترین لباس در بر کنین، بخرین، لباس بهترین بخرین. حضرت سعدی میگوید کسی جمع کرد و گوشه بنهاد. یک آدم بیچاره هم بخیلی هست که با همون لباسهای چرکین دور میگردد لیکن پولها را جاگه میکند. حضرت سعدی چی میگوید؟ کسی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. خودش مرد بیچاره. برای همین پیغمبر احسنوا لباسکم، بهترین لباس بپوش، و اصلحوا رحالکم ای بیوتکم، شما بهترین ماشینه ها را سوار شوین، خانه هاتون در بهترین صورت اندازین، زیرا که شما نشانه در بین مردم باشین. اگر شما این نکردین همچنان میشود که نعمت خدا را حقیر شماریدین، به قدر نعمت خدا نرسیدین. اصلت از قطرمنی میگذاریم در همین موضوع کبر. این موضوع خیلی موضوع وسیع و کلانی هست. اصلت از قطرمنی، لایق تو نیست منی. تو از یک قطره منی شده ای، لایق تو نیست منی. منی کردن لایق تو نیست، زیرا که تو پیدایش از یک آبی پلید است، از منی هست. اصلت از قطره منی، لایق تو نیست منی. از راه بول شدی، کبر و منی ها چی کنی؟ تو از راه بول پیدا شدی. تو همان جیفه‌ای. شاعر میگه نظر کن، میگه تو همون جیفه‌ای. جیفه گفته همون نجاست، همون پلید، همون منی هستی. تو همان جیفه‌ای، این حسن و جمالی تو از اوست. باش خاطره او، میل به بالا چی کنی؟ البته کبر، پیغمبر خدا میگوید که حدیث قدسی روایت میکند از نام خداوند که خداوند گفته بوده است العز ازاری و الکبریاء ردایی. عزت از من است. خداوند میگوید کبر از من است. فمن ینازعنی فی واحد منهما عذبته. اگر کسی در یکی از اینها چنگ میزند، یعنی به مقصد عزت که تمام مردم را عزت کند، یا کبر میکند، گردن بلندی میکند، خداوند گفته بود است عذبته، عذابت میکنم.
تو لایق تکبری نداری، تو یک بنده عاجز هستی. از این خاطر کبر تمام حسنات ما و شما را میخرد، نابود میکند. از کبر باید ما و شما دور باشیم. دائم انسانی پاکیزه وجدان باشیم، پاکیزه دل باشیم، غمخوار یک برادر باشیم. امروز سہولت دولت داریم، میلش دستگیر، اگر همسایه را دستگیر شویم، اگر خیش قومیت دست گیریم، انشاءالله انا این چی است برای ما. با این عمل نازیدن در کار، با پول و با مال نازیدن لازم نیست. حتی حدیث پیغمبر است: الا اخبرکم باهل النار، آیا شما را خبر بدهم از اهل دوزخیان؟ کل عتول جواز مستكبر. پیغمبر گفتند آدم هایی که غلیظ، یعنی گپزنیشون بسیار غلیظ است، بسیار با مردم بے پروایانه، بے اهمیتانه گپ میزنند. عتول جواز متکبر، سرکش و متکبرها گفت وارد دوزخ میشوند. این است البته یک مختصرا در باب آن شخصی که تکبری میکند، آن شخصی که مینازد یا چارسمه صاحب میشود، در حال در دستها چله و در گردنها گردنبند و بعد دندانها را میبینی که طلا کرد، عائلش میبرد دندانهاش را طلا میکرد و پدر مادرش گرسنه است. اینا حرام هستند. برای تمام مرد دندان طلا، گردنبند طلا، چله طلا، ساعت طلا کلش حرام است، اجازت نیست. فقط میتواند کدام جوانی که چله را دوست میدارد، چله نقرگی نگینش از عقیق باشد، باز بهترین میشود، مرحمت در دستان اندازید. لیکن چله طلا باشد حرام است، جایز نیست. داشته باشین در خانه بگذارین، در یک روزی سختیتون استفاده میکنین، لیکن در دستان گرداندن در اجازت نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد شکر چنان پیشوا داریم خداوند علم شما را دو چند زیاد گرداند. من 3 سوال دارم. در قیامت از نماز، از سنت ها پرسش است؟ البته پرسش است. برعکس نمازهای سنت و نفل این برای با مکمل کردن نماز فرضی ما و شماست. در روز قیامت وقتی که حدیث پیغمبر است، وقتی بنده را میپرسند در نمازهای فرض وقتی که کمبودی ها پیدا می شود، خداوند سوال میکرد است نظر کنین آیا یگان نافله و یگان همین سنت ها هم در نافله می درآید، غیر فرض ها تمام نماز همش در نافله هستند. کنی نظر کنین از نافله چیزی دارد. وقتی از نافله ما و شما تحیه مسجد داشته باشیم، نماز تهجد داشته باشیم، خب نمازهای 5 وقته سنت تأکید شده داشته باشیم، از اینها با فرضای ما و شما را خداوند مکمل میکنه. از این خاطر البته برای ما و شما لازم و ضروری است. او بدبخت است کسی که سنت در حالت نمیخواند. 8 سالی در گوش ما میرسد که فلانی سنت نخواندند، اونا در شما تماما پیرو هم نشوید، با گفته اونها تماما توجه نکنید. در حالت جنابت ریش، موی سر یا ناخن گرفتن ممکن است یا نه؟ البته ممکن است. حالت جنابت معنای را ندارد که تو در حالت جنابتی و رفته در سر دسترخوان همراه فرزندات نشینی یا شرایط شستن هست و بی پروایی کرده باشی. نه، وقتی مثال حمام که در آمدی پیش از آنی که آبازی نیت داشته باشی غسل کردن، می توانی اول سر می تراشی، ریش می تراشی، چی عملی را که انجام میدی انجام ده، بعدا آبازی تا که کردی درست است، یگان زلال زیان ندارد. از تلویزیون عربستان کانال شارقه شنیدم که در مسجدهایی که امر معروف و نهی از منکر نیست، در آن مسجدها نماز و دعای آنها قبول نمی شود. حدیث قدسی است. و باز یک داملا را پرسیدیم، جواب داد که در چند جای قرآن آمده است. التماس به سوالای ما انقتر و پره جواب گردانید. در مسجدی که امر معروف نباشد، نهی از منکر نباشد، وقتی که در اون مسجد بجای امر معروف و نهی منکر اگر گپ دنیایی باشد، در اصل حدیث های پیغمبر است که وای دیگر حکم مسجد ندارد.
در مسجدی که امر معروف نباشد و در جای امر معروف اقلا سکوت اختیار نکردند، بلکه به گپ دنیایی مشغول شدند، فقط گپ دنیا می رود، اون زمان اون مسجد حکم مسجد دیگر ندارد. باید که البته کدام شخصی که پیشوا هست از همه ضرورش همین است که آمده تعلیم گیرد، کتاب‌های تعلیم گرفته رفته در بین مردم خوانده دهد. این مسجد هم یک فضیلت و بزرگیش همین است که باید که در داخلش امر معروف نهی از منکر شود. وقتی جمع شوند و فقط به گپ دنیا مشغول شوند، اون مسجد دیگر حکم مسجدیش نمیماند. خداوند هم در قرآن میگوید استعیذ بالله کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بین شما ای امت محمد بهترین امت هستین، زیرا اینه که در بین شما امر معروف و نهی منکر است. از این خاطر شما بهترین امت هستین، برای امر معروف و نهی از منکرتان. السلام علیکم حضرت داملا، خدا شما را نگاه دارد. خدا شما را از همه تهمت ها و آفت ها و بیماری ها و حسد خوران نگه دارد. یک سوال دارم، با پای افضال نماز جنازه خواندن درست است یا نه؟ با پای افضال نماز جنازه را خواندن درست یا نه؟ یک فتوا است به نام بحر الرقایق. در همین فتوای بحر الرقایق برای با پای افضال نماز جنازه خواندن دو شرط است میگه. یکم شرطش همین است که جایی که شما می ایستین همونجا پاکیزه باشد و دویم شرطش همین است که پای افضال شما تازه باشد. این صورت می توانید نگید که با پای افضال نماز جنازه را خوانید، پای افضالتان تازه باشد و جای نمازتان تازه باشد. این صورت می توانید که شما پای افضال از پاتون کشیده نماز جنازه را خوانید. باز در همین فتوای بحر الرقایق میگوید که اگر بخواهیم که بالای پای افضال نماز خوانیم، این صورت پاکیزگی پای افضال ضرور است که پای افضالتان پاکیزه باشد، تازه باشد. اگر پای افضال پاکیزه نباشد و بالای او پا را گذاشتین خواندین، این حالت در نماز شما نماز نمیشود میگد، زیرا همون پای افضال شما حکم جای نماز دارد. این را فتوای همون بحر الرقایق میگوید. در نمازهای جنازه یک عمل دیگر از ما و شما صادر می شود، هر تکبیر ده بالا طرف آسمان نگاه میکنیم. این عمل برای ما و شما درست نیست. وقتی تکبیر گفته می شود نگاه میکنی، همه مردم به سوی آسمان نگاه میکنند. این خودش مکروه است، این خودش غیر عمل سنتی است. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا، خانواده ما کسیته های شما را گوش میکنند. زن با لباس بی نماز طهارت کند، آمده لباس با نماز را پوشیده نماز خواند، طهارتش مکروه است. مادر من دردمند است، از شما دعا کردند، دعا طلب کردند. یعنی با لباس بی نماز اگر طهارت هم که کند، طهارتش جایز است، طهارتش درست می شود. لیکن با لباس بی نماز نماز خواندن جایز نمی شود. آمده و لباس را وقتی عوض میکند و باز نماز میخواند، در طهارت او هیچ نقص و نقصانی نیست. لیکن بهتر و خوبترش همین است که وقتی که اراده عبادت میکنین، خود طهارت هم عبادت است. خود طهارت خودش یک نوع عبادت است. برای همین میتوانین که با همون طهارت رفتن هم با همون لباسهای تازه نمازی اگر رفته طهارت کن، این بهتر و این افضل تر است. و الا اگر با همون بی نمازیش هم که اگر طهارت کند، طهارتش درست می شود. خداوند اون مادری که شفا طلب کردن، خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد، السلام علیکم بابای حاجی میرزا، من از شما خواهش و یک دعا در حق گناههای من کنید که خداوند گناه مرا ببخشد، زیرا شما عالم هستید. دعای شما در حال قبول می شود. من از پروردگار گناه خود را مغفرت کردن می خواهم، دیگر هیچ چیز طلب ندارم. خوش به حال این برادری که از گناه کردن می ترسد و می داند که آثار گناه در قیامت برای این خیلی مشکلی پیدا می کند. البته هر یک بدبختی که ما و شما چی در دنیا و چی در آخرت از بحر ما و شما می شود، همش سبب گناه است.
یک حدیث پیغمبر است که این العبد اذا اذنب ذنبا كانت نکته سوداء في قلبه فاذا تاب سقل منها و اذا زاد زادت. پیغمبر گفتن هر وقتایی که بنده مؤمن گناه میکند، مثال شما یک گناه میکنید خلاف قرآن خلاف حدیث پیغمبر خدا کار کردین، پیغمبر خدا گفت یک نکته سیاه بالای دل شما گذاشته میشود. اگر وقتی که در حال پشیمان شدین توبه کردین سقل منها، پیغمبر گفتن در حال باز همون نکته شکیده میشود. و اذا زاد، لیکن باز گناه کردی و ناترسیده باز گناه کردی زادت، باز گفت نکته ها زیاد میشود. یعنی وقتی نکته که زیاد شد، نکته زیاد شد، دل که سیاه شد، دیگر آدم بدبخت میشود. ان ابعد الناس من الله القلب القاسي، پیغمبر خدا گفتند دورترین مردم از خدا کسی است که دل سیاه داشته باشد. خداوند گناه های این بنده ای که طلب مغفرت کردن خدایا مغفرتش بگردان و صاف و مجلا پروردگار مهربان سفر کردنی به سوی خودت را نصیبش بگردان. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز. حاجی مرزا، آیا می تواند در حالت بیماری مرد زن زیر ناف او را تراشد؟ یعنی اگر مرد بیمار باشد، برادر سوال کرده است آیا می تواند که زن او زیر ناف او را تراشد؟ در حالت صحتی هم که اگر تراشد زلالی ندارد، چه در حالت بیماری چه در حالت صحتی، این حساب یک وظیفه زنک است، این چه یگان جای زلالش نیست. اگر کند خوش به حالش، اگر گپی مرد قبول کند، مرد به او فرمایش کند که زیر ناف مرا تازه کن، مثال قدرت ندارم قوت ندارم، و همان زن میگیرد مثال همان چیزی تازه کننده رو تازه میکند، خوش به حال همان زن که این عمل اجرا میکند. زیرا این یکی از وظیفه های زن است، بغیر زن دیگر هیچ کس جایز نمیشود وقتی اگر زن در خانه باشد. دوره های پیغمبری خدا بود میگد یک اعرابی آمدن، این در باب معجزات پیغمبر میگذرد. یک اعرابی آمدن، یک بادیه نشین، یک صحرا نشین. گفتن پیغمبر خدا تو هستی؟ گفتن بله من هستم. گفتن من میخواهم به تو ایمان بیارم، لیکن فقط یک معجزه تو را میخواهم که به چشم بینم. معجزه گفته یک عملی را پیغمبر انجام میدهد که امتهای او از کردن او عاجز هستند، هر آدم وی نمیتواند کردن. گفتن چی معجزه میخواهی؟ گفت همان درختی که رو پروی ما هست همونا گفت دعوت کن نزد تو بیاید و نزد تو تعظیم کند، به تو سلام دهد، باز رفته در همان جا و مکان خود جایگیر شود. یک درخت کلان با ریشه های مستحکم در زمین سخت کردگی. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند میلش گفتند رو با همون درخت سلام بگو و بگو پیغمبر خدا ترا دعوت دارد که به نزد من بیا. وقتی این بادیه نشین میگه این صحرا نشین نزد درخت رفت، با درخت سلام داد و گفت پیغمبر خدا ترا خیرات دارد، میگوید همین درخت در یک حرکت در آمدن، ریشه ها میگه قبد ریشه ها کنده میشید و مثل آدم میگه قدم زنان میگه نزد پیغمبر خدا آمدن و سلام دادن به پیغمبر خدا و پیغمبر خدا را احترامانه تعظیم کردند و رسول اکرم گفتند برگرد و در جای خود داخل شو. میگوید این درخت حتی پشت به پیغمبر نگردانید، باز به همان روی خود رفته میگه در داخل همان جای مکان خود میگه جایگیر شد. این اعرابی این بادیه‌نشین میگه وقتی این حالت دید پیغمبر خدا را گفت اجازت نمیدهی که من ترا تعظیم کنم؟ چگونه ای که پادشاهای پیش از اسلام همان نوکرا و همان خدمتگارهاش در پیش پای همون پادشاه میغلطیدن، سجده میکردن. گفت اجازت نمیدهی پیغمبر که پیش پای تو من غلطیده و ایمان بیارم. پیغمبر خدا چی گفتند؟ لو كنت آمرا احدا بذلك
لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. پیغمبر خدا چی گفتند؟ اگر گفتند برادر عزیز، گفتند فرزند عزیز، آدم را اگر سجده کردن جایز میشد، هر آینه امر میکردم از جهت بزرگی شوهر این که زنها شوهرها را تعظیم کنند. اگر سجده کردن آدم درست میشد، این طایفه زنها را من امر میکردم که مردها را سجده کنند تعظیما لحقه، زیرا اینها عظمت و بزرگی زیاد در نزد خدا دارند. لیکن میدانم که یک دردی خیلی دردی که قرار ندارند، برای که زنهای ما و شما از قرآن و حدیث دور شدند. اگر زنهای ما و شما مثل شما موعظه میشنیدند، در گوش اونها صدای قرآن و صدای احادیث های پیغمبر خدا صدا میداد، هر آینه امروز مردها در نزد زنها به قدر نمیشیدند. همه این سببش همین است و دعوای اینم قرآن و حدیث است که یگانه میتواند که زنهای ما و شما را اصلاح کند، میتواند که زنهای ما و شما را تربیه کند و ما و شما در زینه بلندترین قرار گیریم. برای چی که زنهای صحابه پیغمبر خدا میگد وقتی که صحابه خانه میدر آمد، یعنی مرد بدن، همونا مثل ما و شما بدن، یگان اعضای زیادی نداشتند. وقتی خانه میگه که وارد میشدن، عائلش میگه دویده بیرون میبرامد. اول میگه از پشت دست همون مرد بوسه میکرد و میگه مثل که چگونه که یک مهمانی که در 10 سال و 20 سال یک بار خانه شما میآید، مثل مهمان میگه قبولش میکرد. برده میگه در خانه میشینان، در یک ظرف میگه آبی گرم میآورد. اون وقتا آبی گرم کردن کار آسان نبود. این هیزم های فراوان و این گاز، این آبای فراوان اون زمان نبود. با این قدر مشقت میگه آب گرم میکرد، میآورد پایهای مرد در داخل آب میگذاشت. بهر چی؟ زیرا که تو امروز کار کردی، پایهای تو مانده شده است و این آب گرم درد پای را دور میکند. این احترام بین. اونا این خیلی احترام کردن که وارد جنت شدن. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، رواه ترمذی. پیغمبر خدا چی گفتن؟ کدام زنی که از دنیا مرد، گذشت از دنیا رفت، شوهرش از او راضی باشد، دخلت الجنه، و ای وارد جنت است. خوش به حال همون زنی که خدمت شوهر میکند، خوش به حال همون زنی که دعای شوهر میگیرد و البته وارد جنت میشود. السلام علیکم داملای عزیز. آیا امام شافعی شاگرد امام اعظم بود؟ چند سال حیات دید؟ داملا یگان فضیلت این امام را به ما قصه کنید. همون میکروفون، همون دینامیکا را درون بدارین. این برادر سوال کرده است که امام شافعی، یعنی ما و شما 4 امام اهل سنت داریم. یکی امام اعظم حضرت امام ابو حنیفه، دوم امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل. این 4 امام هستند که اهل سنت و الجماعه هستند. و این برادر ما سوال کرده است که آیا همین امام شافعی شاگرد امام ابو حنیفه بود؟ نه، این شاگرد امام ابو حنیفه نبود، لیکن شاگرد امام ابو حنیفه بود. این نزد مالک ابن انس درس گرفتگی هستند و خود امام مالک در زیر دست امام ابو حنیفه تعلیم گرفت. حضرت 54 سال حیات دیدگی اند. از همه عمر قلیل در بین این امام ها فقط امام شافعی حیات خیلی کوتاه دیدند که این 54 سال حیات دیدگی هستند. 150 هجری بود وقتی امام ابو حنیفه میگد همون روزی که از دنیا گذشت امام شافعی به دنیا آمدند. و از فضیلت امام شافعی، خود امام شافعی نامش محمد بود، محمد ابن ادریس، ابن عثمان
ابن عباس، ابن عثمان، ابن شافعی. تاریخ همون اجداد چه در کتاب گپ میزند. میگد همین یک فضیلت همین امام شافعی را این برادر تکلیف کردن من با شما صحبت میکنم. یک شب میگد خانه همین امام احمد حنبل در میمان شدند. امام شافعی شب میگد در یک طبق نان خوردند و بعد میگد شب تمام شدند. وقتی که سحر شد امام شافعی را امام احمد حنبل گسیل کردند، مهمانداری کردند و بعد گسیل کردند. دختر امام احمد حنبل به طرف امام احمد حنبل چی گفتند؟ گفتند آیا امام شافعی همین است؟ گفت بله همین بود. گفت پدر گفت اینقدر تعریف و توصیفی که تو امام شافعی را کرده بودی، امشب من 3 کار دیدم که این لایق به امام شافعی نبود. گفت چی کار دیدی؟ گفت اول اهمیت دادم امام شافعی بسیار خوراک زیاد خورد. دوستان خدا گفت خوراک زیاد نمیخورم. این دختر امام احمد حنبل گفتند. دویم گفتند شب نماز تهجد نخواند. من آب مانده بودم برای طهارت، لیکن امام شافعی طهارت نکردند، نماز تهجد هم نخواندند. سیوم گفت پدر وقتی در بامداد ما و شما قائم شدیم امام شافعی بی طهارت نماز خواندند. این لایق گفت به امام شافعی نبود. امام احمد حنبل حیرت ماندند و میگد رفتن نزد امام شافعی پرسان کردند. امام گفتند این 3 چیزی که دختری من حکایت کرد آیا اینا حقیقت دارد؟ امام شافعی چی گفتند؟ گفتند در اصل گفتند من شب طعام زیاد خوردم در خانه تو. برای چی؟ برای که ای امام احمد حنبل من میدانم که طعام تو حلال بود. برای آنه که لقمه حلال در خانه تو یافت میشد من به خاطر لقمه حلال بودن زیاد خوردم. و پیغمبر خدا گفت است که طعام آدم سخی دوا هست، من برای دوا بودنش خوردم. شما آدمی سخی هستین. دویم نماز تهجد نخواندم. راست میگوید دختری تو، زیرا که من وقتی که به پهلو گشتم در جاگه خواب وقتی که خواب کردم یک آیت قرآن وقتی که یاد ما آمد تلاوت کردم، از داخل همین یک آیت قرآن 72 مسئله را گم پیدا کردم. با این گفت بحث مناظره داشتم با همون مسئله ها که نگاه کردم که سوق شده است. با 72 مسئله که از یک آیت قرآن من اخذ کردم برآوردم، با اینها وابسته شدم نگاه کردم که الکی سوق شده است. سیم گفت من به طهارت نماز خواندم و الله گفت که همون طهارت شب در من باقی بود. من سحر با طهارت همون شبم نماز خواندم. یک جوان ما در یک جا صحبت کردیم که امام ابو حنیفه 40 سال نماز شب با طهارت شب نماز بامداد میخواند. گشته گفتن که این یگان سند داره، همین درسته؟ یعنی با یک پیسخنده با یک طریق مسخره که نخواه که 40 سال با طهارت شب نماز خواند و میخواند، تو نمیخوانی. همین تو آدمی که زبانت آلوده گناه و دشنام و فسق و فساد است، برای تو جایز نیست حتی ابو حنیفه را نام شد تو به زبانت برانی. تو نمیتونی، در خیال تو هم نمیگذرد این کار، لیکن حضرت ها بودن شب زنده دار بودن. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر شما. خدا شما را عمر دراز و تنی صحت دهد، دشمنان شما را زیر پا کند و دوستانتان را تاج سر. داملای عزیز التماس این شعر مرا گویید. در کودکی بازی، در جوانی مستی،
در پیری سستی خدا را کی پرستی؟ درونش را کشاید سوال ها هستند. این شعر شما نیست برادر، این شعر حکیمان ما و شماست. این در تنبیه الغافلین و چنان عباره عربی آمده است: اذا كنت صبيا تلعب مع صبيان و اذا كنت شابا غفلت باللهو و اذا كنت شيخا صرت ضعيفا فمتى تعمل لله تعالى. این یکی از حکیمای ما و شما با زبان عربی گفتن که یعنی در کودکی بازی، در جوانی سستی، در جوانی غافلی، در پیری سستی خدا را کی پرستی؟ یعنی 3 مرحله حیات داری. وقتی این تو با سستی و با غافلی و با بی‌پروایی میگذاری، بعد کدام وقت خدا را عبادت میکنی؟ این شعر یکی از حکیمای ماست. سلام داملا حضرت، خدا نگهدار شما باشد. با سوال من جواب گردانید. سر لیچ نماز خواندن چه خاصیت دارد؟ این مسئله چندین بارها جواب گفتیم. برای همین عبارات مختصر هم هست. و حسر رأسه الا تذللا، یعنی سر لیچ نماز خواندن صاحب مختصر کراهیت میگویند، لیکن تذللا گفتن حضرت، یعنی اگر کسی که شکسته باشد، کسی که مثال با طریق یک یعنی بگیم خاکسارانه یک خشوع اگر سر لیچ هم که نماز بخواند نمازش درست می شود. برای کسی لازم است این مسئله بیاید، انشاءالله با شهر میتیم با همراهی صحبت میکنیم. این مسئله را چندین بارها گپ زدگی هستیم. سلام داملای عزیز، ما از شما خواهش میکنیم که به سوال ما جواب گردانید. سوال ما چنین است: در خانه ثواب نماز بسیار است یا که در مسجد؟ ثواب خانه چند است، ثواب مسجد چند است؟ البته صحبت های زیاد در این باب فضیلت مسجد شما شنیدگی هستین. این نماز با جماعت، حتی پیغمبر خدا گفتن خیر من صلات الفجر ب27 درجه. یک نمازی که در خانه شما تنها میخوانین یک ثواب دارد، یک نماز است. اگر وقتی آمده در مسجد میخوانین 27 نماز حساب میخورد. یعنی در یک روز اگر شما 5 بار جماعت کنین، حساب کنین که 135 ثواب شما میگیرید. اگر 5 بار در خانه خواندین 5 ثواب میگیرین. کدامش برای شما بهتر است؟ و حتی حدیث های پیغمبر است: لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. اینم حدیث صحیح پیغمبر است. کسی که همسایگی مسجد در زندگی میکند و مسجد رفته نماز نمیخواند، نماز وی قبول نمیشود. این حدیث ها هم در باب فضیلت مسجد آمدگی هستند. صفحه را روز کنید. السلام علیکم بابای داملا. سلام و درود بسیار بر آن ذات پاکی که مرا و شما را از پیروان محمد صلی الله علیه و سلم آفریده است و شکرانه آن را میکنیم که ما را با یک جای مقدس مدرسه محمدی هدایت کرده است که از کلام شیرین شما دردانه ها میچینم و راه راست را از باطل جدا میکنم. یک سوال دارم، بسیار ضرور است اگر در مساجد دیه از آن را در درون مساجد دهند که با غیر آن کسانی که در داخل هستند کسی نشنود، چی می شود؟ در بیرون مساجد مؤذن میگوید که شرم میکنم. التماس جوابش را با طریق تعجیلی گردانید. اگر برای اذان دادن تو شرم کنی، تو لایق اذان دادن نیستی. تو هیچ وقت لایق نداری که اذان دهی در بیرون. وقتی تو شرم کنی که اذان میدی، نخواه که اذان دادن در شرم کنی. حالا که پیغمبر خدا چی میگه؟ اطول الاعناق یوم القیامت المؤذنون. بلندترین گردنها در روز قیامت گردن کی است؟ گردن کسانی که در دنیا اذان میگفتند. از همه بلندترین گردن اونهاست. این یک دعوت است، یک جهاد است که وقتی میگوی الله اکبر الله اکبر، خدای ما بزرگ است،
خدای ما بزرگ است. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، بیایید به سوی نماز، بیایید به سوی نجات. چی جای شرم دارد؟ در داخل مسجد چی در دیه باشد چی در شهر باشد از آن گفتن مکروه است، جایز نیست. باید در بیرون. یک حدیث پیغمبر است که هر چیزی که آواز شما را میشنود همه همانها در حق تو طلب مغفرت میکنند. چیزی که آواز تو را میشنود اونا همه مغفرتگو در حق تو میشوند. چی جای شرم است؟ اگر مادام شرم میکنی همین برادر کسی باشد حق نداری تو از آن دی. از آن احتیاج به تو هم ندارد. احتیاج دارد به شخصی که غیرت دارد، هوس دارد. در دورای پیغمبر خدا مؤذنا زیاد بود، لکن بلال پیغمبر خدا جدا کرد. برای هوس داشتن، غیرت داشتن. سوال دوم این هست که میگویند که اگر نمازهای قضا داشته باشی، مثال چند سال نماز نخوانده بودی، نفل خواندنت ممکن نیست. اگر من تا نمازهای قضایی را ادا نکردم ممکن از دنیا بگذرم. پس کی در حق پدر و مادرم 2 رکعت نماز میخوانده باشم؟ روشنی اندازید. با احترام بسیار، یکی از مخلصان اشدی شما برادر میشود که همون قضایایی که تو میخوانی و حکم واجب دارد. تو قضایات بخوان در حق پدر و مادر دعا کن. اگر خاطری تو برای پدر و مادر دعا کردن باشد قضایی بخوان. قضایی را بخوان در حق پدر و مادرت است. در حق کدام اولادی نباشد ثواب شو ببخش، درست می شود. شرط نیست که همون 2 رکعت فقط به نام پدر و مادرت نیت کنی. نیت های قضا تا بکن، در همون فاتحه در حق پدر و مادر دعا کن، درست می شود. اینش بهترین صورتش همین است. التماس امکانیت باشد همین جمعه جواب دهید. یکی از مخلصان شما، این جمعه پیشین برادر نویسنده است. محترم داملای عزیز، بسیاری از مردم به فهمیدن این سوال محتاجند. میخواهم شما با ما فهمونید فرق بین بنده مؤمن و مسلمان در چیست؟ فضیلت کدامش بیشتر است؟ اینها مؤمنانند و کیها مسلمانانند؟ یعنی مؤمن از مسلمان چی فرق دارد؟ حضرت عطا ابن ابی رباح در یک حدیث میگوید که ادرکت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، من صحابه های پیغمبر را درک کردگی هستم، همراه پیغمبر خدا را صحابه هاش نشستگی هستم. و هم یقولون نحن المؤمنون المسلمون، میگوید همون صحابه میگفتن که ما مؤمن و مسلمان هستیم. یعنی مؤمن و مسلمان هیچ فرقی ندارد. کسی که ایمانی بر خدا دارد، در بعض کتاب ها میگویند که کسی که همین ایمانی به خدا داشته باشد و مؤمن است. مسلمان کسی هست که نماز میخواند و روزه میگیرد و زکات میدهد، این دیگر امرهای خدا را که به جا آورد، این حالت تسلیم شده در امر خدا میشود، اینجا مسلمان میشود. مؤمن تنها کسی است که فقط به خدا ایمان دارد، خلاص، دیگر هیچ عملی خیر ندارد. لکن این حضرت عطا میگوید که این یکی از صحابه پیغمبر است. من صحابه پیغمبر را دریافت کردم، مؤمن و مسلمان همش یک معنا دارند. میگوید همش یک طایفه هستند، همش یگان فرقی در بین مؤمن و مسلمان نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، با سوالی که شما جواب میگردانید پر از حدیث و دلیل های قناعت بخش میباشد. با شما با یک چند سوال مراجعت کردنی هستم. سوال چنین است: از بس که در بین مردم ما عنعنه شده است سنگچه گردانی، یعنی ختم خوجه، ما در محل زندگی میکنیم که در آنجا سنگچه یعنی ختم خوجه میگذرانیم، در بین ما ناراضگی پیدا میشود. بعضیاشون میگویند که پیش از پیشین درست نیست و بعضیاشون میگویند که بعد از پیشین درست است. در همین خانه ما از سنگچه میگردانیم. از قضای الهی باز یک شخص دیگر وفات کرد. تا این وقت ما قریب 1 سال در این خانه سنگچه میگردانیدیم. پیشوای ما با سنگهایی که پیش میگذرانیدیم رازگی نداد، گفت رفته سنگچه های نو بیارید. رفتن در شب سنگچه آوردن. میخواستیم آید این مسئله چیزی بگویید، یکی از اخلاصمندان و مخلص دائمی شما، و بگویید که بعد از نماز شام بعد 1 ساعت خواندن نماز خفتن درست است؟ درست است. بعد خفتن
بعد شام میتواند که بعد 1 ساعت اگر ضرورت داشته باشد میتواند که نماز خفتنش ادا کند و الا نه کم از 1.5 ساعت شما باید که توقف داشته باشید. اقلا 1.5 ساعت، اقلا 1 ساعت 15 منوت ایستید بعد نماز خفتن خوانید، انشاءالله ثواب میگیرید. سراسیمه باشی، یگان کار تعجیلی باشد 1 ساعت پس خوان، انشاءالله درست میشود. و این سوال سنگچه‌گردانی که هسته، این باز وفات نو شد، باز برای این سنگچه نو راستی بار در یگان آیت و حدیث در باب سنگچه‌گردانی چیزی آمدگی نیست. خدا رحمت کند بابای مولا شریف همه شما میشناسید، در همین محله ما بود، داملای بخارایی بودن، استاد ما هم بودن. شاید وقتهای زیادی ما در پیش همون کس فری میشد، برای بیمار بودن، در جایگاه خواب بودن. همون کس میگو بچم دایم در کجایی که رفتین حضرت تبارک خوانید، دعا کنید بس، حضرت تبارک خوانید بس. این از زبان حضرت داملا مولا شریف همین محله ما و شماست. و من هم گفتی همین حضرت تقویت میبخشم، زیرا که امروز همون برادرایی که سنگچه میگردانند همونها همین سنگچه گردانی هم از عهدهش نمیبراین. برای سنگچه گردانی ممکن 10 نفر لازم باشد، ممکن 15 نفر لازم باشد. این خودش یک مشقت یا مشکلات خانه همون مرددار آوردن است. بهتر و خوبتر می شود اگر کدام گپی مرا میشنوید. او روز صندوقچه همین خیریه را ما میکشاییم، یک کس سوال داده است که چرا یگان ملا در باب پنجشنبگی گپ نمیزند. 10 بار گفتیم شما گوش نمیکنید، مادام گوش نمیکنید 5 کس نیست 10 کس خانتان را مهمان کنید، 10 کس نیست 20 کس مهمان کنید. ما 10 جا خبر دادیم. برادرای عزیز، همون مرده شما محتاج یک خواندن اگر سوره ملک یعنی تبارک باشد، همین 3 نفر زیاد بس است. یک طبق آدم در خانه جا کن. بسیار اگر نافار باشید 2 طبق آدم جای کن بس. آخه چی لازم اینقدر خراجات زیاد؟ 10 بار از رهبری بگیم جمهوری سر کرده در باب همین خراجات های بی معنی چندین بار صحبت ها کردن. من در همین قصر فرهنگم برآمد کردیم، خاصه در همین باب که امروز مردم ما بی نهایت اسرافکار شدن. برای یک عروس شهر بردن شهر قریب 30 ماشین 40 ماشین همینجا راه میراد میآید. همینا چی لازم؟ همین اسراف های زیاد. این معرکه هایی که شما میکنین همه شما رو بین، همین کدام معرکه کنی را که میریم خبر میگیریم بیچاره قرضدار است، قرضدار است. صاحب الدین مغلول فی قبره لا یفکه الا قضاء الدین. پیغمبر خدا گفت اگر تو با همون قرض از دنیا بگذری، قرض تر وقت فرزندا کنده نتونستن، تو در زنجیرهای آتشین در عذاب خدا گرفتار هستی. بهترین صورت شمین است که یک آدم تبارک خان بیارین، آدمی که قرآن از روی تجویدش میخواند، درست میخواند، آورده مهمان کنید و قرآن خواند، در حق پدر مادرتون دعا کند. این سنگچه و ایناش میتونین که یک طرف بگذارین، همین دلیل همین فتوای بگیم بابای مولا شریف یا فتوای ما را پیشه کنین، انشاءالله در این کار شما ثواب میگیرین. لکن نفاریتون اختیارتون، 100 سنگ بیارین 200 سنگ بیارین کردن بگیرین. ما در همین محله شکر خدا که در یگان جور سنگچه نمیگردونیم، همش با همین ختمی خواندن سوره تبارک انجام می‌یابد. در دست یک خیلش 10 تا سنگچه اخلاص سر میکنن، چنان بخواننش که باور کنید یگان تا همون سوره قرآن در پیش یگان عالم گذراندگی نیست، همش گناهگار هستند. یا 79 بار میگه در همین ختم خوجه سوره الم نشرح خونده شود، که همونا را پرسان کنید یگان الم نشرح را میدونن. همه رو باور کنین یگان جای مثال تحقیر کردن شما نیست. دست ها دست سنگ در پیش همون دسترخوان منتظر همون شوربا از که شوربا می آید. تیستر همین سنگچه را پرتوف تیستر بود شود، تیستر همین شوربا را خورید خیلی می شود مرده بدست داخل. اینا هیچی معنی ندارن، نیست، نه در قرآن است نه در احادیث های پیغمبر خداست. میتونین همون یک سوره تبارک یک ملا بچه را برین بخواند،
اگر اراده ثواب داشته باشین، نداشته باشین اختیارتون کدام راهش پیش شما میگیرین. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم برادر عزیز حاجی میرزا. دعا میکنم خداوند عقیده اسلامی شما را باز هم پاک و شما را داخل جنت بگرداند. بعد شنیدن موعظه های شما و مطالعه بعضی کتاب ها، بعضی سوال ها پیش من پیدا شد. من نسبت همه عالمان اسلام احترام و محبتی مخصوص دارم. خصوصا ابو حنیفه را همچون محدث و مفقه دوست می‌دارم و اعتراف میکنم. برادر عزیز، مقصد من فقط فهمیدن حقیقتی در اسلام است. یکم، مذهب چی معنا دارد؟ دوم، برای چی در زمان رسول اکرم و خلفای راشدین مذهب نبود؟ سیوم، آیا یگان دستور از رسول اکرم هست که بعد او اسلام عزیز را به مذهب‌ها تقسیم کنند؟ چهارم، من میخواهم فقط و فقط در اطاعت خدا و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم باشم. آیا من خطا میکنم؟ برای من دعا کنید. مذهب معناش روش است، پیرو شدن است. ما و شما در مذهب ابو حنیفه هستیم، یعنی پیرو ابو حنیفه هستیم. برای چی در دوره‌های پیغمبر خدا و خلفای راشدین مذهب نبود؟ برای اون زمانها مذهب احتیاج نبود. وقتی پیغمبر خدا بودن، وقتی چهاریار بودن، اونجا اختلاف پیدا نمیشد. هر اختلافی که پیدا میشد پیغمبر خدا در حال او را حل میکرد. هر اختلافی که پیدا میشد این چهاریار حل میکرد. بعد اینها گذشتن، یعنی همگی قریب 30 سال این چهار یار پیغمبر خدا خلافت دوام دادن. بعد این 30 سال ببینید در دوره های حضرت علی علیه اختلاف در بین مسلمان پیدا شده بود. علی با کی جنگید؟ با حضرت معاویه. چندین هزار مسلمان ها نابود شدند. اختلاف ها علیه بعد پیغمبر خدا اختلاف ها سر شده بودند. در دوره های ابو حنیفه میگوید کتاب ده، یونانی ها میگد بسیار یک فلسفه باطله خودشان در تمام دنیا میگه انتشار کرده بودند، حتی که مثل مخلوق گفتن قرآن یا انکار عذاب قبر یا انکار دیدار خداوند یا بسیار حدیث های ضعیف و حدیث های باطله را در حدیث های پیغمبر خدا داخل کرده بودند. این امام ها برای آنه که مردم این عقیده های باطله را در خود اختیار نکنند و فرقه با یکدیگر دشمن نشوند، این راه راست برای ما و شما کافته یافتند دادند. باید که ما و شما البته پیرو یکی از این مذهب باشیم. این برادر میگوید من فقط در اطاعت خدا و پیغمبرش فقط و فقط البته خطا میکند. این خطای محض است. میتواند آدمی که مجتهد باشد مذهب نداشته باشد. ما مجتهد نیستیم، ما مقلد هستیم. ما نداریم همه قوتی را که از حدیث و از آیت چیز اجتهاد کنیم، نداریم. از این خاطر پیرو یکی از این مذهب بودن برای ما و شما ضروری است تا که گمراه نشویم. السلام علیکم بابای حاجی داملا عزیز و مهربان. من یک مخلص شما می باشم و شما را بسیار دوست و عزیز می شمارم. اله خدای زبانت را از این برا گرداند. اله خدای دشمنانت را خار و ذلیل گرداند. من به شما از روی دوستی داشتن 4 کتاب را به شما تحفه کردم. بابای داملا شما در حق من و پدر مادر من دعا کنید. با احترام، کریموف عبدالله، قشلاق دهنه. این برادر 4 کتاب بی نهایت ضلول برای ما بود. جمعه پیشین آورده دادن. خدای مهربان پدر و مادر این اکای عبدالله را رحمت و مغفرت بگرداند. و هر یک حرفی که از این کتابایی که به ما تحفه کردن خداوند در نامه اعمالش حسنات کتابت کند و مراد و مطلوبهاش خدای مهربان حاصل بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر. من از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. سوال من چنین است:
بازی هایی که ما میکنیم با توپ بازی های ورزشی است. موی سفید ها میگویند که این بازی ها را نکنید، این گناه است. آیا گناه است یا نه؟ گناه نیست، بازی کنید. اگر کدام این مثال با توپ بازی میکنید، بازی کردن گیرید. به نهایت حتی که در حدیث های پیغمبر خدا میگذرد بهترین بیکاری شما همین است که شما شناوری را یاد گیرین، شما اسب دوانی را یاد گیرین، شما تیر اندازی را یاد گیرین. اینها را باید همه امت پیغمبر خدا از عهده اینها براید. حتی شما می توانید که یک وقت معین خدا در نردی نه، در دمینابازی نه، در ششکبازی و قرطبازی نه، در بازار سیر کردنش نه، بلکه در همون بازی فوتبال بگذارونید. این برای شما بهتر ثواب دارد. انشاءالله بدن شما با قوت می شود، بدن شما بی درد می شود، باکی ندارد، گناهی ندارد. کدام موی سفیدی می گوید یگان حجت ندارد، دلیل ندارد. السلام علیکم شراغ علم. پیش از همه از درگاه خداوند سلامتی شما را خواهانم. داملای محترم، سوال وقتی که آدمیزاد وفات می کند جسد او در قبر می ماند و روح او به کجا می رود؟ التماس بابای حاجی و ما کمی هم باشد فهمانید. می گوید که در کتاب روح بعداً السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر ما و شما که حدیثی متفق علیه است و لفظ بخاری هم هست که راوی این حدیث حضرت ابو هریره هست. میگوید نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. رسول اکرم میگوید دو نعمتی هست که در بین بندگان خدا که بندگان خدا در این دو نعمت بسیار فریب میخورند. که رسول اکرم گفتند این نعمت ها کدام است؟ الامن و العافیه. این آرامی هست و سلامتی هست. در بعض حدیث فراغت هم آمده است، یعنی بیکاری هم آمدگی هست. از این خاطر یک جایه با شما دعا میکنیم که خدای مهربان در این دو نعمت ما و شما فریب نخوریم، بلکه به قدر این دو نعمت ما و شما برسیم که گفتیم یکی از آنها این تنصیحتی هست: اللهم عافنا فی بدننا، اللهم عافنا فی بصرنا، اللهم عافنا فی سمعنا. پروردگارا صحت و سلامت نگه بدار بدنهای ما را. خدایا از جمیع جراحت، از جمیع زخم و زنگال این بدنهای ما را نگه بدار. و خدای مهربان بینایی هم چی نعمت بزرگی هست. تا دم آخر بینایی ما را از ما جدا مگردان. خدایا شنوایی ما را هم از ما جدا مگردان. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. خدای مهربان در دهنده خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. بیماری هایی که داریم شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبشان بگردان. و خدایا به سوی تو از کسل پیسی، از کسل دیوانگی و از هر گونه زخمهای بد خدایا پناه طلب میکنیم. و خدایا آرامی هم که چی نعمت بزرگی هست که این سبب جمع شدن ما و شما این مسجدهای کشاده، این صدای الله اکبری که با این میکروفون ها داده می شود، همه این سببش آرامی هست.
خدایا این آرامی ها را برقرار و بردوام در این جمهوری ما نگه بدار. خدایا هر دشمنی که میخواهد که ناآرامی در این وطن ما اندازد، خدایا در نقشه خودش را مبدل بگردان. و خدایا ملت اسلام را، دین اسلام را بالای همه ادیان خدایا پر قوت و پر عزت نگه بدار. و خدایا صف مسلمان ها را در روی دنیا زیاده بگردان و دین اسلام را پروردگار را بالای همه دینهای منسوخ شده غالب و استوار نگه بدار. و خدایا رهبریت که بالای سر ما و شماست توفیقشان خدایا رفیق بگردانی، عمری دراز و تنی صحت خدا نصیبشان بگرداند. و این تاجیکستان ما را خدایا در بین همه دولت ها، چه از جهت فرهنگ و چه از جهت دینداری و چه از جهت اقتصاد خدایا شهرتمند بگردانی. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین موعظه‌ای که داشتیم از سوال و جواب عبارت بود و البته چند جمعه‌ای که به سوال و جوابها به موضوعهای حقوق شوهرها و حقوق زنها ما و شما که آماده بودیم، سوالهای خیلی زیاد به ما فرستادن و ما یک قسمتی او را جواب گفتیم. الحمدلله امروز هم از همان سوالها باز یک قسمتش نزد من است، جواب میگویم. و جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت نماز با شما صحبت میکنیم که البته میفهمیم که نماز در اسلام چه اهمیت دارد و اگر وقت شود در باب بی نماز هم صحبت میکنیم. اگر نشد باز جمعه آیندهش زنده و سلامت باشیم در باب شخصانی که بی نماز هستند، اونها را اسلام چه حکم میکند با شما صحبت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. آیا افیان برای خنکی زدگی خوردن درست است یا نه؟ البته یعنی افیان از روی دستورات اسلامی این حرام است. خوردن افیان، استفاده بردن افیان این حرام است. چگونه که به شما حدیثی گفته بودیم ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم، که پیغمبر خدا گفته بوده است که خداوند در آن چیزی که خدا او را حرام گردانیدگی است شفای شما در او موجود نیست. یعنی افیان برای آنی که گرم است در خنکی زدگی استفاده میبرند، برای خنکی زدگی هم حلال کرده های خدا زیاد است. شما از حلال کرده های خدا استفاده کنین، چه از گوشت گوسفند باشد، چه از عسل باشد، چه از گوشت مرغ باشد که اینها خیلی گرم هستند که حتی طبیب ها برای آن کسانی که فشار خون دارند اجازت نمیدهند که از اینها استفاده کنند برای که اینها گرم هستند. برای همین آن چیزی که برای ما و شما خداوند حلال گفته است با او تبابت میکنیم. حرام هم فقهای ما و شما، چی صاحب خلاصت الفتوا هم، چی فتوای عالمگیریه هم، چی فتوای هندیه هم، حضرت ها رخصت میدهند در حالتی که از همه حلال کرده های خدا انسان استفاده میبرد. وقتی شفا نمییابد بعدا طبیب پیدا میشود که یقینا میداند هوایی نه که ممکن که صحت شوی نه، بلکه 100% میداند که فلان حرام کرده خدا در فلان در شفا هست. اون زمان برای شما مباح میگردد که باید استفاده کنین. لیکن یک باره به حرام کرده های خدا دست نزنین برای طبابتتان. بلکه امروز خدا را شکر که شما اطراف نظر کنین چی پیشرفت در طب ما و شما هست. به دکترها مراجعت کنیم، به این حلال کرده های خدا مراجعت کنیم، انشاءالله این بهتر است.
از جميع این گوشت های حرام و از این نوشاکی های حرامی که هستند از اینا اجتناب کنید. این برای شما بهتر است. اگر شما افیان یک بار یا دو بار اگر استفاده کنین، وقتی طبیعت اگر عادتی و گیرد شما الک افیونی میشوین. دیگر دائم لازم میشود که شما دیگر افیان استفاده برید. دوم، آیا عالم را دستش را بوسه کردن جایز است؟ در رد المختار که خیلی فتوای با نفوذ است از مذهب ابو حنیفه، ابن عابدین صاحب این رد المختار علی الدر المختار است. این حضرت من کتابش در این باب تماشا کردم، صفحه 383 این حضرت میگه از جهت تبرک دست عالم بوسه کردن جایز است. دست عالم باشد میگه، لیکن با عمل باشد، حقیقت گو باشد. دست عالمی که نامش عالم باشد لیکن خیانتی در اسلام میکند، دست وی بوسه کردن جایز نیست. حتی وی زیارتش درست نیست. بوسه کردن یک طرف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد سلام، خدا شما را نگه دارد داملای عزیز. آیا داملا اگر نکاح را در غیر روز چهارشنبه کنی درست است یا نه؟ یعنی نکاح چگونه ای که ما و شما امروزها نکاح میکنیم، فرزندای خدا در روز چهارشنبه نکاح میکنیم، لیکن این امر نیست. در اسلام از خداوند و پیغمبر چنین امر نه آمده است که شما فرزندان خدا یا خودتان در روز چهارشنبه نکاح کنین. این گونه امر در کتاب نه آمده است. اگرچند بعضی روایت ها هست که فاطمه را در روز چهارشنبه نکاح کردند و دیگر، لیکن اینها دلیل نمیشوند که در روز چهارشنبه باید که نکاح صورت گیرد. بلکه من چی گفتنی هستم؟ من به خدا قسم، از خدا چیزی پیش نیست، قسمی به خدا این کفارت دارد. من میخواهم که روز چهارشنبه نکاح نباشد، بلکه همان روزی که شما معرکه دارین، همان روز معرکه، در روز معرکه نکاح شما صورت گیرد. زیرا که در روز نکاح هر کدام شما در خانه نکاح گذرانیدین، یک معرکه دیگر مثل توی است. در یک خانه اگر 20 نفر 30 نفر جوانها جمع شوند، در یک خانه دیگر تا 30 دختر دیگر 40 دختر دیگر جمع می شود. حساب کنید 70 تا 80 نفر آدم در یک معرکه شب نکاح حضور دارند. چند قدر خراجات است. باید که ما و شما امروز مبارزه با ضد همین اسراف هایی که معنی ندارن و اسلام به این رخصت نداده است، باید که مبارزه بریم. من میدانم که پدرها میخواهند، برادرها میخواهند، لیکن شاید که مادرها و دخترها نخواهند، یا شاید عکس این باشد. باید یک جایه شوند و باید مبارزه با این خراجات های بی معنی کنند. خداوند در قرآن میگوید و آت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. این سوره اسراء است. خداوند در این آیت میگوید که شما ای بندگان خدا اسراف نکنید، زیرا که خداوند اسراف دوست نمیدارد و کسی که اسرافکار است و برادر شیطان است و شیطان در نزد خدا کافر است. اینا در ما و شما باید که دیگر کار کنیم که شرط نیست که مردم میگد، همسایه میگد، از ملامت اینها دیگر ترسیدن در کار نیست. شب نکاح چند قدر خراجات زیاد. پیش از نکاح فاتحه هست. امروزها حتی که مثل که در زنها 10 خیل 12 خیل خوراک میپزند، امروز در مردها علاقه توسعه رسیده است. بعضی نکاحایی که میرویم اشتراک میکنیم،
تا 3 نمود خوراک در یک شب در دوام 1 ساعت پیش ما میارن. آیا این اسراف نیست؟ دوست می‌دارم که همون روزی که خانه شما با همین کلابی تازه خدمت میگم اوسقال وقتی که میآید، کیلینگیر وقتی که میآید، همان دختردار باید چیکار کند؟ دختردار باید قبول کند. بهترین صورتش با او صحبت کند. از بس که پیغمبر خدا گفتن النکاح رق فلینظر احدکم این یضع کریمته. نکاح به منزله هست که گویا که این زن غلام مرد می شود. از این خاطر شما نظر کنین که آیا دختر را در کی می دهین؟ پیغمبر گفتن یعنی برای آنه که ما فهمیم که بچه این اوسقال چگونه بچه است. آیا بچه نمازخوان است؟ آیا بچه بی ترتیب است؟ آیا بچه با ترتیب است؟ برای این باید یک مهلت دهیم. 1 هفته مهلت می دهیم برای فکر. یک هفته مهلت برای فکر. امروز الحمدلله که ترقیات در تلفن شده است. شرط نیست که وای باز بار دیگر دعوت کنه، وای باز خرید کنه و باز خانه ما و شما بیاید. برادر مؤمن برادر مؤمن گفتند معناش این است که یعنی برادر در روزهایی که سختی دارد، وزنینی دارد، باید ما دستگیری کنیم، نباید تله و تاراج کنیم. با واسطه تلفن میگیم، وقتی پرسیدیم احوال همه را فهمیدیم، معقول است میگیم معقول شد، معقول نشد میگیم فرزند شما معقول نشد. دیگه وای سرگردان کردن لازم نیست. وقتی اگر قبول کردیم، همون قده باید چیکار کند؟ با همراهی همون زنش یا یگان فرزندش یک بیگار اختیار میکنن، میآیند در خانه ما و شما چیکار میکنیم؟ یک روی خط برای همون معرکه و برای همون مهر زن جدا میکنیم. نه مهر مشکل، نه مهر وزنین. حتی یک جوان میگوید که وقتی ما خانه یک دختر را بسیار مادرم دوست میداشت، اختیار کردیم تا که از اون خانه اون دختر را کیلین گیریم. وقتی خانه دختردار رفتیم گفت که همون $200 توی همون حافظ ها میشیده است، همون پول حافظ ها را بتیم. این خیل در گردن اونها بار کردن در کار نیست. بلکه همون شب یک روی خط میانه سبک در دست اونها باید تسلیم کنیم و بعدا اونها را جواب دهیم و روزی توی اعلام کنیم. دیگر چی لازم؟ فاتحه. باور کنین سر به سر همه گناهگار میشین، به خدا قسم گناهگار میشین. اینا بدعت هستند در اسلام ما و شما. اینا کدام دشمن در بین اسلام ما و شما در آمد؟ فاتحه برآورد، روز نکاح جدا کرد، 40-50 کرته برای یک دختر میدوزین. وای دیگر یگان اندازه اون دختر تغییر نمی‌یابد. همه اون یک رزمیر است. برای خودتان یک 30 دانه کرته را یک رزمیر بخرین، سال دیگر پوشیدش میتونید؟ نمیتونید. 20 روی مال، 30 روی مال در یک بند کشال کردگی هستند. اینا چی در کار هستند؟ اینقدر اسراف برای کی در کار است؟ همونا را نمی شود که با همون لباس همون را پاره نکرده دادنی هستید. اولش اینقدر مشکل نیارین، وقتی اگر دادینم شرط است همه را کرته کند. خوب می شود که از اینقدر کرته زیاد، از اینقدر روی مالی زیاد در دست دختر یک قرآن بده. خانه همون شوهر در که آمد قرآن بخواند، در حق شوهر و خسر و خشتامنش ببخشد. در اون خانه نماز خواند، در اون خانه یک آداب اسلامی در رعایت کند. کرته بسیاری را چکارش میکنی؟ وقتی او آداب نداشته باشد، ولی وقتی که تمیز ندارد. از این خاطر روزی چهارشنبه شرط کرده نشده است. همان روزی معرکه می توانید شما جدا کنید یک وقت معینی را تا که در همان روز نکاح را انجام دهیم. با همون یک دیگه که برای مردم طعام پختین می توانید که هم نکاح را در همونجا گذرانین.
و هم معرکه همون تویتان گذرانیم. در نکاح ها من الحال نکاح ها نمیرم. بسیاری بچه ها شاید بدانن، میان بر من خبر میدن نکاح، من میگم نمیرم نکاح. برای چی؟ باور کنیم با همین نزدیکی در یک نکاح رفتم اشتراک کردم، نزدیکم قدر نگذشته است. من دائم نکاح روپرو است، یعنی شوهر در پیش عروس برده میگذارم و در بین موعظه میکنم، حق شوهر و حق زن خبر میتم و بعد اون نکاح میکنم. این بهترین صورت نکاح انا همین است. وقتی نزد اونها رفتیم، باور کن قریب 30 نفر دختر در اطراف یک دختر جمع شدگی هستند. من فهمیدم که بهترین نکاح همون نکاحی هست که به آسانی به سبکی انجام یابد، مهر کم داشته باشد. خواهر عزیز در حال همون نفس خطه به همین جوان ببخش، ان شاء الله بخت تو سفید می شود. وقتی از او طلب کردم، همون دوگانه های بی حیایی که نه روی مال دارند نه پیشی بری بسته دارند، باور کنین امو منظره را دیدن در آدم گویا که یک دوزخ دیده است. اینقدر منظره ناراحت کننده برای آدم مسلمان است. از زیر کش همو قپیدن تا اگر 300 سامانی نمیتین ایحا نمیگن. 300 سامانی. این دوگانه ها من نمیدانم که مادری او هستند، پدری او هستند، تربیت کننده او هستند که اینقدر سوم طلب میکنن. اونا از کجا حق دارن؟ اونا 1 سوم حرام میکنن. 1 سوم. اونا چه حق دارن که در بدل بخشیدن همون دختر 50 سامان یا 100 سامان یا 300 سامان طلب میکنن؟ چرا اونا طلب میکنن؟ من مادرشو فیراد کردم. در اونجا مادرها نشستگی بودن، کمپیرها نشستگی بودن. گفتم ای مادران، فرزندای شما هستند، نمیشه که اینا رو نصیحت کنین که پیش از آن که 300 سامان میگیرد وای روی مالش در سرش اندازد، گردنش محکم کند. برعکس در اینجا آمده شوی دراز مثال خنده و مگنیتوفون بلند نماند. آخه این از همون منظره هایی که در نکاح ما و شما انجام می‌یابد. پدرای عزیز، برادرای مهربان، همه شما اولا شکرانه کنین که در خانه شما نکاح می شود و بعدا پیش از نکاح همون دختر را شنانین و بفهمانین که همون زمانی که ملا میگوید همون زمان ببخش که دخترم تو نیکبخت میشوی. و این دوگانه هایی که در اطراف تو هستن ها در یک کنج خانه میشینن، شر نیست 20 دختر آوردن. اینقدر اسراف، اینقدر بی‌معنی ها در معرکه ما و شما هستند. اینا را شما میتوانین، هر یک پدر و مادر میتواند که همین ها را جابجا کنند. السلام علیکم داملای عزیز. یکی از پسران همین شهر کولابی باستانی می باشم. استاد، من میخواهم یک چیز را فهمم. حافظی کردن شخص در نزد خداوند گناه است؟ یعنی کسب حافظی؟ از امین جان مقیمور. یعنی اسلام حرام میگرداند همون حافظی را که از وی هیچ منفعت نباشد. یعنی شنیدن چنین سرودهایی که تماما به انسان فایده ندارد، یگان پند آمیز نیست، یگان نصیحت آور نیست، اینها را شنیدنش اسلام حرام میداند. باز اسلام حرام میداند که در اون حافظی که اگر زن مردها یک جایه باشند، یک جایه رقص بازی کنند، اگر این گونه حافظی باشد و این گونه آمیخته شدن زن و مردها باشد، این اسلام نهی کرده است، اسلام این منع کردگی است. و البته به البته اون کسی که در این خیل معرکه حافظی میکند و در نزد خداوند سگ از سگهای دوزخ است. که وقتی که این معرکه فسق و فساد وای تشکیل کننده است، چگونه که یک آدم برای نوحگرها، یعنی برای آن کسانی که در مرده ها گریه میکنند، برای اونها طعام میدهد تا که اونها قوت پیدا کنند، در این گناهگار میشود. این گونه اون حافظهایی که زن مردها را یک جا میکنند، مست الست یک جایه میکنند و خود اساسگذار این معرکه هستند، اینا در نزد خدا البته مسئول و گناهگار هستند. لیکن حافظی باشد که
دخترها به خودشان مثال یگان رقص و بازی دارند، خواب شیرخوانی دارند، گفت و شنید دارند. این اسلام من نمیکنه که وقتی دخترها بین خود باشند، مردها بین خود باشند. اینا را اسلام هیچ وقت من نمیکنه، مگر اسلام ضد همون معرکه و حافظی است که اگر زن مردها آمیخته باشند یک جای رقص بازی کنند. در مسئله چی خلاصت الفتوا، چی درالمختار، چی فتوای بزازیه، چی فتوای هندیه میگوید که وقتی که اگر شما میشنوین که در فلان معرکه این گونه عرارت شدن زن مرد است یا دادن عرق است، وقتی شما را دعوت کردن دعوت رد کنید، در این دعوت قبول نکنید. اگر چند رسول اکرم میگوید ای تو دعوت اذا دعیتم، هر جا که شما را خواندن در گردن شما واجب است که اون خانه دا حاضر شوین، لیکن این گونه معرکه باشد اسلام رخصت نمیدهد که شما در اون معرکه اشتراک کنید که شما گناهکار میشوید. حتی مخصوص درالمختار میگوید که پیشواها، کسانی که مردم اونها را میشناسد، اینها تماما حقوق ندارند که در این معرکه اشتراک کنند. یکی مبادای میگوید که از رفتن پیشوا اگر همون معرکه به معرکه اسلامی مبدل گردد، این حالت در اسلام رخصت میدهد که همون پیشوا رفته در اون معرکه اشتراک کند. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. خدا شما را علمتان را زیاده گرداند که از پند و نصیحت های شما خیلی بهبودی در حیات من و رفیقانم و زن و خواهرانمان پیدا شده است. ما در غایبی در حق شما دعای خیر میکنیم. کلا با شما آباد است. آیا خون کافر را بر بدن مسلمان بیمار ریختن جایز است یا نه؟ یعنی مولانا مفتی محمد شفیع در فتوای محمودی این مسئله را میارد که اگر علاجش باشد خون مسلمان در خون کافر در مسلمان نریزیم، اگر علاجش باشد. لیکن اگر علاج نباشد و غیر همون خون کافر دیگر هیچ خونی نیست که مثال در همین بیماری مسلمان سال ریزن، این حالت دا می توانید که شما همون خون کافر را آورده در بدن مسلمان بریزید. اگر علاجش باشد چیکار کردن در کار؟ پرهیز کردن در کار، استفاده کردن در کار نیست. انگشتری آهن برای مرد و زن درست است یا نه؟ اگر انگشتری از طلا باشد، از آهن باشد، از میس باشد، اینها برای مرد استفادهش حرام است. برای مرد انداختن انگشتری طلا یا گردنبند طلا یا ساعت طلا یا انگشتری که از آهن است یا از میس است، اینها را حرام است در اسلام انداختن اینها. در این باب هم حدیث های پیغمبر وجود دارد. صاحب فتوای درالمختار میگد که مگر اجازت است برای مرد اینکه انگشتری از نقره استفاده کند، لیکن همین انگشتری نقره را عکس انداختن انگشتری زنها استفاده کند. مثل که میگوید زنها نگینه را از قسم بالا میگذارند، باید مردی که انگشتری می اندازد نگینش از قسم کف باشد، یعنی از قسم پایان باشد که زینت نداشته باشد، و باید که در دست چپ باشد و در همین انگشت که این خنصیر میگویند انا همین انگشت خوردیده باشد. و حتی بیچاره مجتهدای ما و شما، فقیه های ما و شما گفتن که از 4 گرم و 860 میلی گرم دیگر یعنی کلا نباشد، یعنی چله های بسیار کلان مثال بدوایمه نباشد، همون نقره هم که باشد 4 گرم و 860 میلی گرم وزن داشته باشد. اگر علاجش باشد استفاده نکنین، لیکن بسیار اگر که دوست داشته باشین می توانین از همون چله نقرگی شما استفاده کنین. السلام علیکم بهترین واعظ اسلام که از شما فقط حقیقت اسلام رو میشنویم و خداوند شما را از همه دشمنهایتان نجات دهد و بدگویان شما را و بدخواهان شما را خدا ناامید کند. آمین یا رب العالمین. داملا گوسفند کشتم، از مکش خون برآمد و
لیکن پا و دستش حرکت نکرد، آیا حلال است؟ این برادر یک گوسفند ذبح کرده است، در حالت ذبح از همان مکش خون برآمده است، لیکن پا و دست نزده است. در فتواها میگوید، در فتوای هندیه میگوید که اگر مال را که شما ذبح میکنید، چی مرغ باشد، چی گوسفند باشد، چی گاو باشد، اگر مثل مال زنده از مکی او خون برآید، اگر چنده که پا و دستش حرکت هم که نکند، حلال است. و فی البزازیه و فی شرح تحاوی، ای از رد المختار صحیفه 217 است. خروج الدم لا يدل في الحياة الا اذا كان يخرج كما يخرج من الحي عند الامام و هو ظاهر الروايه. انا ظاهر روایت میگوید همین است که یعنی برآمدن دم، برآمدن خون، این دلالت نمیکند میگوید بر حیات همون حیوان، مگر هر وقتایی که خارج شود همچون که خارج میشود از زنده. یعنی اگر مابادای که شما مالا میکشین خون میریزد، میگد این ریختن خون دلالت ندارد که وای مال زنده بود، بلکه اگر مثل مال زنده با همون یک شست و فشاری که از مکی او میپرد، ان همون خیل اگر جدا شود، این حالت اگرچه دست و پای اون حیوان حرکت هم که نکند، این حیوان حلال است. فهمیدین صورت مسئله؟ السلام علیکم داملای بهترین برای من و بلند بردارنده نام کلابشهر ما، آیا کدام اعضای حیوان حرام است و چند تا هست و در کدام کتاب هست؟ التماس با من خبر دهید. یعنی چند اعضا، چند عضو حیوان حرام است. این برادر بسیار خواسته است که حتی که چند تا هستند و در کدام کتاب هستند. همین فتوای درالمختاری که من میگویم، این بی نهایت شناخته شده فتوا است. این حتی مردم عرب هم دستگیری میکنند. بی نهایت فتوای با قوت و با نفوذ است. در صحیفه 219 همین در این باب چی میگوید؟ میگوید که 7 اعضای حیوان حرام است. 7 اعضاش کدامند؟ یکم خون مسفوح، خونه که از مک حیوان میپرد، همان خونه که از مک میپرد وای اگر در بدن شما پرد، شما را بی نماز میکند و خود همون خونم حرام است. لیکن خونه که از در وقت گوشت میده کردن میپرد و در پاچه شما میزند، وای بی نماز. چیزی که حرام است از حیوان خون مک. دوم آلت نرینه حیوان، اینم حیوان آلت نرینش حرام. سوم آلت حیوان مادینه، آلت همون حیوان مادینه هم سیم حرام. چهارم مایه او، مایه حیوان نرینه، چی آلتش چی مایه هر دوش حرام هستند. 4 تا. پنجم مسانه، یعنی مسانه همون 6 دان میگیم و 6 دان میگن، یعنی همون جای خچک، جایی که پیشاب همون حیوان جمع میشود. این پنجم چیزی که حرام است. ششم تلخه، تلخه در وجود حیوان بدن. هفتم غدک، غدک هایی که در داخل همون حیوان وجود دارد، انا همین ها حرام هستند. انا 7 اعضایی که در حیوان حرام است، انا همین ها است، دیگرش حلال است. داملای محترم، در بعضی مسجدها شخصان امامتی میکنند که سوره ها را بسیار غلط میخوانند. در پس آنها نماز خواندن جایز است یا نه؟ برای کسی که اگر غلطی امام میتونه گرفته و قرائت او نظر به قرائت امام بهتر است، نماز اون کس درست نمی شود. لیکن کسانی که غلط امام گرفته نمی توانند از امام دیده اونها بی سوادترند، این حالت در نماز همه اونها از پس این امام درست می شود. امام کسی می شود که باید قرآن خواند، قرآن درست خواند. همین محراب هم
امامتی هم همون ملا و همون پیشوای را میزیبد که علم داشته باشد. شرط نیست که ویا باباش ایشان بود و باباش شیخ بود و آتش ملا بود گفته ویا پیش آورده در محراب گذاشتن در کار. محراب گفتن، محراب جای حربی با شیطان است. اینجا ارزنده کسی هست که باید که حقیقت اسلام میگد و کسی هست که در اسلام خدمتگار است و کسی هست که علم دارد. صاحب مختصر میگوید و الاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرا ثم الاسن. صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که کی امام شده میتواند، کی نماز مردم خوانده میتواند؟ کسی که عالم باشد، فرض، واجب، سنت، مکروه، مستحب و مباح و دیگر مسئله را در داخل نماز جدا کرده بتواند. بعد از آن قرائت داشته باشد، قرائت از مثل تجوید باشد، قرائت از روی دفتر و از روی مثال یگان از پیش خود اذیت کردگی نباشد، از پیش یک عالم گذراندگی باشد. بعد از آن باز پرهیزکار باشد. اینها می توانند که امامتی کنند. محترم داملای مهربان، الها سخنان شما را برا شود، الها هرگز خار نشوید و از خدای خود طلب میکنم. یک شخص قبل از اذان پیشین سنت پیشین را در خانه خواند، به مسجد آمد تا نماز فرض برپا شدن چند رکعت نافله خواند. آیا درست است یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. یعنی برای خواندن سنت اولا اذان شرط نیست. الاذان سنت للفرائض فقط فی وقتها. اذان چگونه ای که در باب اذان کتاب مختصر میگوید فقط برای نماز فرض است و بس. فقط برای نماز فرض اذان داده می شود. اگر شما مبادای که سنت بامداد در خانه وقتی که صبح میدمد میخوانید، اگرچه مؤذن اذان هم که نگفته باشد نماز شما درست می شود. اذان برای نمازهای سنت نیست. یا شما می توانید که در خانه 10 تکم یک 5 تکم یک پیش از اذان مؤذن نماز پیشین سنت چه خوانید. یعنی اذان فقط برای نماز فرض است و بس. برای همین کسی که در خانه می خواند باز آمده به مسجد می خواهد که یگان تحیه مسجد خواند یا نافله خواند یا قضایی خواند، جایز است برای او تا نماز، یعنی تا برپا شدن فرض می تواند که این نمازها را و ذکرها را انجام دهد. یگان خلل و زلل پیدا نمی شود. السلام علیکم دامنای عزیز، درباره سنت های مسافرتی آیا خوانده می شود یا نه؟ یعنی سنت هایی که در سفر. امروز من به شما خبر دهم که قول اصح همین است که امروز 96 کیلومتر الکی آدم مسافر میگرداند. اگرچه فتوای محمودی امروز حتی به 78 کیلومتر هم اجازت داده است، به 87 کیلومتر هم اجازت داده است، لیکن از روی حدیث هایی که پیغمبر جدا کردن امروز 96 کیلومتر اگر شما از خانه بیرون شدین شما مسافر هستید. شما نمازهاتونه همون فرضها را 4 رکعت ها را 2 رکعت خواندن میگیرین. نمیگین قصر، بلکه هم میگین نیت کردم 2 رکعت نماز پیشین یا 2 رکعت نماز عصر. شرط نیست که 2 رکعت فرض قصر پیشین. این قصر در داخل این نیت جا کردن لازم نیست. خب و سنت های مسافرتی چگونه است؟ سنت های مسافرتی را اگر چند عزیزان ما و شما فقهای ما و شما گفتند، اگر گفته است یعنی شرایطش خوب باشد، هیچ ضرورت نداشته باشد، هیچ مشکلات بالاش نباشد، بهتر است که سنت ها را خواند. لیکن اگر مبادایی که در راه سراسیمه هستند یا مثال مردم زیاد او را انتظار هستند، این حالت ها سنت ها را ترک کنند و فرض هاش خوانند و بس. این فتوای درالمختار صحیفه 585 در این موضوع هم گپ زدگی هست. میتونن به همین فتوا مراجعت کنند. یعنی حالتی ضرورت باشد، حالتی باران است، حالتی خنکی است، حالتی است که شما در اتوبوس نشستگی هستین، خب این حالت های در سمالیات سوار هستین، در پاییز سوار هستین، این حالت ها میتونین شما همون فرض هاش انجام دین.
سه رکعت فرض شام مثل خودش میسازد، سه رکعت وتر واجب مثل خودش میسازد. فقط سنتاش در این حالت شما ترک میکنید. لیکن اگر حالتهای خوب باشد، خانه داشته باشین، این حالتها در سنتها را خوانیم بهتر است، عبادت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس به این سوال من جواب دهید. دو جوان پسر و دختر می تواند که به رازگی پدر و مادر نکاح کنند. امروز در همین شرایط ما نمی تواند. امروز بهتر و خوبتر همین است که کدام پسر و کدام دختری که به شوهر می براید یا زن می گیرد باید که رخصت پدر و مادر باشد. این رخصت پدر و مادر وقتی که رضاگی خداوند، رضاگی پدر و مادر باشد، پس آیا برای دختر، برای فرزند رضاگی پدر و مادر لازم نیست؟ آیا وای بیچاره 17 سال 18 سال این فرزند تربیت میکند با امیدی که مثال فرزند خودش نکاح کند، فرزند خودش مثال خاندار کند، از اونها مثال خدمت چه از فرزندای او چه از فرزندش بیند، این چه است که مثال پدر و مادر درک ندارد و نکاح میکند، زندگی میکند. از این خاطر بهترین صورتش این است که با رضاگی پدر و مادر باشد، به رضاگی پدر و مادر نکاح نکنید، زیرا که اون بختم نمی شود و حیاتم نمی شود. اگر چند فقیه های ما و شما میگویند که به رضاگی پدر و مادر جایز است کردن، لیکن اگر پدر وقتی که آمد داماد دید که معقول نشد، حق دارد که نکاح اونها را بیکار کند. السلام علیکم داملای عزیز. من یکی از جوانهای کمبغل از شما خواهش برادری دارم که از گناههای خود پشیمانم و به نام پاکش قسم دعا کنید که گناه مرا خدا یکتا ببخشد و هیچگاه دیگر گناه نمی کنم. التماس داملای عزیز، پشیمانم. یعنی کدام برادری بوده است که گناه ها کردگی بوده است، امروز پشیمان شده است و در صف مسلمان ها در آمدن نماز میخواند و گفت است در حق من دعا کنید و خدا قسم دیگر گناه نمی کنم. این قسم اولا خوردن لازم نیست، زیرا ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو. البته بی گناه نمی شود، آدم گناه می کند و چنان خدای داریم که البته بعضی گناهایی که از ما و شما سهوا می شود، نافهمیده می شود، آنها را خدای ما و شما می بخشد. از این خاطر میلش امروز که پشیمان شدی، الک همین پشیمانی تو خودش توبه است. بسیار نیک کردی، بسیار خوب آمدی. دعا کن که خدای مهربان گناه های این بنده تا خدای مهربان مغفرت بگردان و خدایا مسلمان حقیقیش بگردان و در اسلام خدمت کردن خدا بر این بنده خود موفق بگردان. آمین یا رب العالمین. بسیاری آدم حالی توبه کنی و پشیمانی را نزد حضرت امیر جان دمی روان میکنند، حالا که توبه را نزد خدا کنین، فقط از خدا توبه کنین، پیش حضرت امیر جان رفته توبه نکنین، این در گناهگار میشوین. شما الک این معنای را دارد که از خدا ده هم حضرت امیر جان شما بزرگ میشمارین، نزد خداوند توبه کنین. السلام علیکم بابای حاجی، خدا شما را نگهبان باشد. الها هرگز درد سرتان را نبینید. با احترام یک مخلص شما. از زن حرام پسرها به دنیا می آید و آنها می خوانند و ملا می شوند. آنها خودشان نمی دانند، لکن پیش در آمدن نماز جمعه را خواندن آیا اسلام برای اینها رخصت می دهد؟ البته رخصت می دهد. ما گفتیم که این فرزندی که از زنا تولد می شود و هیچ گناه ندارد، این خداوند در روز قیامت هم معاقبش نمی کند، عذابش نمی کند که تو از حرام تولد شدی، بلکه حرامی و بدبخت همون پدر و همون زن و همون مردی که این فرزند به دنیا آوردن، اونها بدبخت هستند، اونها در نزد خدا گناهگار هستند. این فرزند هیچ گناهی ندارد. این فرزند حقوق دارد که چی نماز جمعه باشد، چی نماز عید باشد، البته پیشوا شود، باکی ندارد اگر علم داشته باشد. مرد مرد در وقت ترکش برای خیر خدایش حق جدا کردن را شریعت اجازت می دهد. آیا برادر را یا پسرش را باید خیر احسان کند؟ یعنی هیچ وقت
از مال انسانی که از دنیا میگذرد برای خیر احسان او مال جدا کرده نمی شود، بلکه آن مالی که از همان پدر و مادر ما و شما میماند اون فقط باید که وارثای او میراث میبرند. اگر پدر از دنیا گذرد زن او فرزندهای او مال او را میراث میبرند، دیگر یک قسمت مال او را برای خیر خداییش گفته جدا نمیکنند. این گونه در شریعت حکم آمدگی نیست. یکی اگر فرزندهای او از پیش خود برای همون خرسندی ارواح پدرشون اگر خیر احسان کنند، این در اسلام اجازت میدهد اگر شرایط داشته باشند، اگر دستشان برسد. لیکن مخصوص از مال پدر، مثال اگر $500 از پدرش مانده باشد، $200 را جدا کنند که این برای پنجشنبگی ها و این برای چهلم و هفتمش و این $300 دیگرش برای زن و کودکاش تقسیم کنند، این نادرست است. همون $500 که مانده است همه را بین وارثاش تقسیم میکنند. خیر احسان چیزی که همون خودش به دستش کرده است جزای همون در روز قیامت میبیند. این خیر احسان هایی که امروز ما میکنیم هیچ پدر و مادر به امید نشود که خالی از ریا و خالی از زقیدن نیست. هیچ پدر و مادر بیچاره با امید نشوند. کدامی که میخواهد در قیامت سربلند شود، قبر او آرام باشد، در همین دنیا به دست خودت بکن. زیرا امروز چنان گرانی آمده است، چنان مشکلاتی آمده است که باور کنین دیگر ناعلاج خیر احسان میکنی، برای خدا نمیکنی، فقط برای مردم میکنی. برای همین این هیچ ثواب به پدر و مادر نمیرسد و هیچ اولاد نمیرسد. خوش به حال هم پدر و مادر که با دست خودشان چه عبادتی میکنن، چه خیر احسانی میکنن، انا اون فایده میکنن. امروز من میبینم به حساب بیچاره بسیاری جوان ها میان شکایت میکنن که پیش همین پنجشنبگی را بگیرین، پیش هفتم بگیرین، زور ما نمیرسد. لیکن چند درنده دیگر تیاری دارد که مثال باید که ما در همون خانه هجوم میکنن، 10 کس 15 کس ناوسته وای از کجا میابد بیچاره، چیکار کنه وای سرسان و سرگردان با ملکای روسیه در زیر همون تحقیر کافرها شب روز بیچاره بیمار شدگی آمده شکم درنده ها را سر میکنه. بسیاری بسیار گناه است. باور کنین پدرها این سخت نیست. باور که من از مهربانی به همه شما مراجعت میکنم که همین خانه ای که ندارد باید که همه کسا محاکمه که مجبور که نمانینش کردن. اگر چوانی میخواهد، اگر چنده که نمیخواهد، لیکن از برای شما میخواهد که باید طعنه نکنن که فردا مثال خیر احسان نکرد. لیکن میبینین همون شرایط ندارد، همون هم با همراهی وکیل و با همراهی همون ملایی که در محله است مجبور کرد که بچم نکنم این کاره. ثوابت میفارد، میلش این قوتت به همین یک سوزمه است، گفتی چیزا یگان قلمه است، یگان دانه دیگر در همون یگان همسایه برای دلت خرسند شدن تقسیم کن. بس شر نیست این معرکه کلان آراسته کردن. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. یک برادرمان پیش از همین جمعه آمدن گفت که همون چیزی که در خدچه ها می نویسیم همش خوان داملا، یعنی در اونجا بعضی تعریفات هایی که میکنن من گفتم نمیخوانم، اون کس باشد داملا که مردم که دوست میدارن، مردم احترام میکنن، امرا خان گفته همون از ما التماس کردن، از این خاطر بعضی همون جمله هایی که درازبند درازی بد هستند، راستی بار وقت گیر هستند، من برای وقت میگیرد برای اون نمیخوانم. من 40 ساله عمر دارم و اولاد و اجدادمان بسیار است. از کلاب تا دوشنبه همه امان تو را دوست می‌داریم و احترام کرده کسیته ها را گوش میکنیم. دعای خیر به شما میدهم. یک سوال دارم داملای عزیز، در حیات غمدار هستم، بسیار غمدار هستم از حساب فرزندهایم. آیا درست است که من از خدا طلب کنم که تیزتر جانم را گیرد؟ از دنیا مانده شدم. با احترام مخلصی شما. یعنی بسیار از در اصل امروز غم و دقت همین مشکلات هایی که بالای ما و شما آمده است، باور که آدم وادار میکند که از همین دنیا بیزار می شود. وقتی آدم قرضدار می شود، وقتی آدم بیچاره بی وطن می شود، در بدر می شود، بعدا مجبور می شود که پروردگار آخی همین حیات برای من چی در کار است؟ خدایا از این گونه حیات برای من مردن خیلی بهتر است.
گفته هر یک انسان از حساب ان همین معرکه های بی جای ما و شما، از همین آزارهای زیاد، عاقبت چی میشوند؟ دلمانده دنیا میشوند. اگر چند این برادر شکایت دارد که از فرزندهایم که فرزندهاش از دنیا میگذشته است و هرچی تلاش دارد صاحب فرزند نمیشود. فرزندهای بوایش هم از دنیا گذشتند، بسیار غمدار بوده است. لیکن من چی میگویم؟ تمنای مرگ پیغمبر خدا میگوید که راوی این حدیث هم ابو هریره است و لفظ بخاری هم است، حدیث متفق علیه هم است که رسول اکرم میگوید لا یتمنى احدکم الموت. هیچ بنده خدا حقوق ندارد در دنیا که آرزو کند که خدایا جان مرا بگیر. تمنا و آرزوی مرگ هیچ کدام ما و شما نداریم. خداوند این حقوق به ما و شما نداده است که شما از آن جهت که غمدار هستین، بیمار هستین، در بدر هستین، بازم این از خدا باز طلب کن که خدایا جان مرا بگیر. این در شما حقوق ندارین. زیرا پیغمبر خدا در دوام این حدیث چی میگوید؟ اما محسنا فلعله یزداد اما مسیئا فلعله یستعتب. اگر نیکوکار باشید شاید که نیکی های شما باز به مردم برسد. شما آرزوی مرگ نکنید. میگوید اگر ممکن که شما را خدا فعل خوب داده است، از فعل خوب شما چندین آدم دیگر بهره‌ور شود. شما نیکوکار باشین، از نیکی های شما چند آدم دیگر باز استفاده برد. اما مسیئا، اگر شما بدکار باشین شاید این که به سوی خدا توبه کنید. یعنی هیچ وقت مرگ شما طلب نکنید. عزیزان خدا در شعرها میگویند که هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا، هر غم، هر مشقت، هر بیماری که خداوند از آسمان و یا میپرتاید، عزیزان ما و شما میگویند که اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. اول وی در خانه میزند که وی خانه نمازخوان هستند، با حیا هستند، خانه هست که شب خیز هستند، خانه هست که دائم به عبادت هستند، خانه هست که دائم در عبادت مشغول هستند. انا بلا اولین بار در انمیخ خانه ها مهمان می شود. از این خاطر من چی میگویم؟ من میگویم که این برادری که در این غم و دقت گرفتار است، تو هم یکی از بنده های نیکبخت خدا بوده ای. انشاءالله این غم و دقت تو همه دور می شود. این دنیا اونقدر دنیای نیست. انشاءالله در پیش شادی های زیاد داری. در قیامت انشاءالله گردن تو بلند می شود. این فرزندایی که از تو میگذرن همه اینها شفاعت کننده تو در روز قیامت می شوند. خدا رحمت کند. امام عبدالله ابن عباس در کتابا حکایه میکنند که چند وقت بیچاره خانه‌اش آمده بود. مثل همین فرزندای ما و شما که سرسان و سرگردان بیچاره ها، زنها و کودک ها را پرتافته و برای پنجشنبگی آتش و برای هفته آتش دیگر نه روسیه مانده است نه دولت های خارجه مانده است، در بدر شدن. عبدالله ابن عباس هم چند مدت بیچاره از خانه دور شده است. فرزندهاش یاد کرد، بار میگوید بعد به خانه آمد. بالا یک اسب میگد سوار بود عبدالله ابن عباس. از یک جویبار میگد اسبش گذشت کرد. از اون جانب یک مرد از همون همسایه‌داری هاشان پیش راه عبدالله را گرفت. گفت عبدالله، گفت با تو گفت یک خبری ناخوش میدهم. حضرت عبدالله غمگین شدند، گفتند من چند مدت نبودم، این چی خبر باشد؟ گفت همان فرزند دوستداری که تو داشتی از دنیا گذشت. عبدالله که چند مدت فرزند ندیده بود. فرزند این میوه دل است. فرزند بی نهایت شیرین است. حضرت در حال از پایان شدن میگه دو جای نماز پرتافتن، دو رکعت نماز خواندن. این مرد بازگشته گفت عبدالله، گفت من به تو خبر مرگ فرزند میدهم و در کار تو حیرت ماندم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. و بنده خدا گفت در اصل گفت این خبری تو گفت جگری مرا ریش کرد، این خبری تو مرا بسیار گفت ناراحت کرد، لیکن تو بیخبر هستی که خدا در قرآن گفته است این کسانی که ایمانی بر خدا دارید هر وقتایی که طلب کمک میکنید، طلب یاردم از خدا میکنید، با نماز و با صبر کنید، نماز خوانید، صبر کنید، این حالت از خدای خود کمک طلب کنید. ان الله مع الصابرین، این حالت خدا همراه صابران است. از این خاطر این برادری که فرزند خود از دست میدهد غم دارد، دقت دارد، برادر عزیز باز من به تو خبر میدم که عزیزان میگوید در این عالم دلی بیغم نباشد، در این عالم دلی بیغم نباشد اگر باشد دلی آدم نباشد. در عالم دلی بیغم نیست برادرای عزیز، اگر دلی بیغم هم که باشد شاعر میگوید دلی آدم نیست وای، اگر دلی آدم باشد وای البته غم دارد. خدا رحمت کند صاحب تذکرة الاولیاء را از ابن عطا حکایه میزند. دوستان خدا را بینیم، میگوید 10 فرزند داشت ابن عطا، 10 فرزند، و هر جا که سیاحت می برآمد همراه همین فرزنداش می برآمد. بار میگوید در بیابان با همراه این 10 فرزند 10 جگرگوشه خود به سفر برآمد و ناگاه میگوید از پیش یک گروه رازنها اطراف ابن عطا را همراه این 10 فرزند احاطه کردند و مال ابن عطا را تله و تاراج کردند و برای آنکه که هیچ شاهد نماند یک نفر در پیش پدر قتل میکردند. چه یک منظره مشکلی هست. شما تصور کنین که وقتی به خانه شما یک ظالم، یک دزد می درآید، مال و ملک شما را میگیرد و در نزد شما تمام فرزندهای شما را نابود میکند، چه مشکلات بالای شما می آید. ابن عطا میگوید با چشمهای خود نگاه میکرد، فرزند کلانیش قتل کردند. ابن عطا به آسمان نگاه میکرد و میخندید. دوم فرزند قتل کردند، حضرت لبخندش تماما گم نمیشد، خنده در لبه هاش پیدا شد. سوم فرزند قتل شد، آمد به 9م فرزند رسید. 9م فرزند در پیش ابن عطا به قتل رسانیدند و این فرزند که خردترین فرزند بود و دوست داشته ترین فرزند ابن عطا بود گشت گفت ای پدر، گفت بیرحم پدر بوده ای، 9 فرزند تو را در پیش تو قتل کردند، تو را باشد در لبهای تو خنده است، خنده تو اصلا از چهره تو کنده نمی شود، تو به سوی آسمان نگاه میکنی و میخندی، آیا خرسند شدی؟ ابن عطا چی گفتند؟ برابر شنیدن این فرزند آخر ابن عطا را میگه گریه فرا گرفت. حضرت میگه گریه کردند و گفتند که قسم به خدا، گفتند ای فرزند، ای جگرگوشه، گفتند در هر یک قتل شما گفتند چنان بی‌ضابطه می شدم، چنان ناراحت می شدم، لیکن چیکار کنم که آن ذاتی که تقدیر به این احوال کشیده باشد، چیکار کنم که این روز را که خدا بر بالای شما خواسته باشد با اون ذات جنجال کرده می شود. قسم به خدا گفتن 70 بار ای فرزند عزیز، گفت من به سوی خدا دعا کردم که خدایا فرزند مرا اقلا یک تش را نجات بده. از نزد خدا الهام می آمد که ابن عطا اگر لبخندی تو از لب تو گم می شود و اگر تو ناآرام و داد و فریاد زنی، قسم به جلال و عظمتم که از دیوان عزیزانم خط می زنم نامتر. دوستان خدا در اینها صبر کردند. ما بلا را به کس عطا نکنیم، ما بلا را به کس عطا نکنیم،
تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهری خزینه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. خدا میگوید ای بندگان خدا، شما در غم، شما در دادن فرزند، در بیماری شما داد نزنین، فریاد نزنین، زیرا هر بیماری و هر مشقتی که می آید همه این به اذن من می آید، به اجازت من می آید. من ترا دوست می دارم ای بنده خدا، من ترا دوست می دارم. این بلاها را بالای تو می آرم که تا که تو صبر کنی، تا که در این صبر من برای تو مکافات نصیب کنم، من برای تو اجری بیگران نصیب بگردانم. این است مقصد خداوند ما و شما. از این خاطر برادر عزیز هیچ وقت راه افتاده نشو. همه اینها را همچنان بدان که پروردگار تو را نظارت دارد و تو را امتحان میکند. اگر سوره بقره را تماشا کنیم، خدا در قرآن چی میگوید؟ ولا نبلونکم بشیء من الخوف، من الخوف، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. والثمرات، مقصد ما همین والثمرات است. خدا میگوید ای بندگان خدا، من شما را با 5 چیز امتحان میکنم. با چی؟ یکم که امام شافعی را من تفسیرش تماشا کردم، در همین آیت بسیار پسندم آمد، بسیار خوب تفسیر کردن. خدا میگوید من به خوف شما را، المراد من الخوف، امام شافعی میگوید الخوف من الله است. همین مراده که خدا میگوید من به خوف شما را امتحان میکنم، انمون خوفی خداست. بالای شما هر گونه معرکه و منظره میارم، نظر میکنم که آیا از خدا میترسین یا نه. خب من الخوف والجوع، بالای شما رمضان میارم، ماهی رمضان میارم، آیا روزه را میگیرین یا نه. و نقص من الاموال، بالای شما در زکات فرض کردم، آیا زکات میدین یا نه. و الانفس، بیماری بالای شما میارم، آیا در بیماری صبر میکنی یا نه. و ثمرات، امام شافعی میگوید ثمرات، اگرچند که عرب ها ثمرات میوه را میگن، امام شافعی میگوید که انا همین ثمرات خدا انا همینجا فرزند در نظر دارد، که من از شما قبض روحی فرزند میکنم، آیا در فرزند گرفتن شما صبر میکنین یا نه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله باوری دارم که هر برادری که این صحبت میشنود، سخن خدا و پیغمبر، از اینها باید عبرت گیریم، غمگین نشویم، باید که به اینها صبر کننده باشیم و این بلاها را برای خود یک گنجینه شماریم، یک خیلی اشیای قیمت برای خود حساب کنیم که خیلی ثوابهای زیادی دارد. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را بخیر بگرداند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که خداوند در او اجر داده است، در او ثواب داده است، این شنیدن امر معروف و نهی منکر است. خدای مهربان این ثواب امر معروف و نهی منکر را در نامه اعمال این گوش کننده ها کتابت بفرمایی. خدای مهربان این مردم ما را حقیقتا مسلمان کامل بگردانی و خدمتگار در راه اسلام بگردانیشان. و خدای تا دم آخر بهترین نعمت که ایمان است، اسلام است، ما را از ایمان و اسلام دور نگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا بابای حاجی داستی از همین دامنکوه که نام خودش سید حامد گذاشته است، خوش به حالش، همین داستی و تاور تیشه و سنگ قلوخ همینا را گم کن در کار دیگر. نامها را نامهای اسلامی مانیم برادرای عزیز، نامهای مانیم که در همین نامها یعنی یک معنی داشته باشند. الحمدلله ما مسلمان هستیم. این برادرمان بابای حاجی که سید حامد نام دارن الحال، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا
وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأهله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که موعظه امروزه را اعلام کنیم و آغاز کنیم، اولا از همه شما میخواهم که دست به سوی درگاه پروردگار برداریم و از خدای مهربان ما و شما دعا طلب کنیم تا که خداوند آن مرادهایی که در دل دارین، آن مطلبهایی که در دل دارین، خدای ما و شما اونها را برآورده گرداند. اللهم صل و سلم و بارک علیه. خدای مهربان از جمعه تا جمعه که مغفرت گناه بنده هست، از این بندگان تو یک جمعه سپری شد و خدایا انسان بی سهو و بی گناه و بی غلط نمی شود. آن سهو، آن غلط، آن خطاهایی که در دوام این یک هفته از ما بندگانت سر زد، خدایا با فضل خود به حرمت این روز جمعه جمیع گناه های ما را مغفرت بگردانی و خدایا تا جمعه دیگر باز عبادت های ما را رنگین بگردانی، عبادت های ما را با ذوق و با شوق بگردانی، مهر ما را، محبت ما را خدایا نسبت ذات خودت، نسبت پیغمبرت، نسبت قرآنت، نسبت اسلام و مسلمین خدایا باز هم زیادتر بگردانی و خدایا امت اسلام را از فقر خلاص بگردانی و خدایا آرامی را در تمام دولت‌های اسلامی برقرار و بردوام نگه بداری و این جمعیتی که در این خانه تو حضور دارند خدایا بیماری ها داشته باشند، شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. گذشتگی ها دارند، گذشتگی هاشون خدایا رحمت و مغفرت بگردانی. غایب ها دارند، خدایا غایب هاشون حاضر بگردانی. قرضدارهایی که در بین جمعیت ما هستند خدایا قرض هاشون کنده بگردانی و خدایا این جمهوری تاجیکستان ما را و دولت های پیش قدم ترین مبدل بگردانی و رهبریت و آن سردارهایی که در این حکومت ما و شما هستند خدایا مهر و محبتشون نسبت اسلام، نسبت مسلمان ها، نسبت مسجد ها زیاده بگردانی. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. در جمعه ما و شما چندین میهمان ها هم حضور دارند که با اونها ما صحبت داشتیم، چه از دوشنبه هستند چه از حصار هستند و برای زیارت ما و شما آمدن، برای دیدن این جمعیت ما و شما آمدن و الحال در بین جمعیت ما و شما نشستن و طلب کردن که در حق ایشان هم دعا کنیم که اونها هم خاص از برای فقط زیارت و برای ادا کردن نماز جمعه آمدن و اینجا یک شخص دیگر هم از دنقره از ما خواهش کردن که قابل جان در حقشون دعا کنیم. خدای مهربان این مهمان ها و این برادر قابل جان از جمیع بلا و آفت ها در حفظ امانش خدا نگه بدارد و در هر قدم این مهمان ها خدایا حسنات کتابت بفرماید و هر مراد و مطلوب هایی که در دل این مهمان ها و این برادر ما قابل جان است خدایا با فضل کرم خود برآورده گرداند. آمین یا رب العالمین. بابای فیض‌الله هم خدا رحمت و مغفرت کند، از همین محله ما بود که فرزندشان اسمت و نبیرشان رمزیا جان که در همین معرکه نشسته‌اند و مخلصی همین مسجد ما و شما هستند، گفتند در حق رمزیا جان، در حق باباشان و اسمت باشد، در حق پدرشان، گفتند دعا کنید
خدای بابای فیض‌الله را روحش شاد، قبرش را خدای مهربان پرنور بگردانی و فرزندها و نبیرهاش خداوند اهل توفیق و اهل هدایت بگردانی. آمین یا رب العالمین. جمعه پیشین ما و شما درباره حقوقی شوهرها بالای زنها صحبت داشتیم. الحمدلله که 3 جمعه پیوسته در این موضوع صحبت کردیم و البته باوری دارم که انشاءالله این صحبت ها بی تأثیر نمی مانند. اگر در 10 هم که تأثیر نکرد، شاید در 1 نفر هم که تأثیر کند، انشاءالله این هم برای ما و شما بهبودی هست، پیشرفت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید فاذا قمت على باب الجنه، وقتی که شب معراج نزد دروازه جنت ایستاده شدم، فاذا عامت من دخلها المساکن، نزد در جنت وقتی ایستاده بودم و نگاه میکردم، توده توده مردم وارد جنت میشد. وقتی که پرسیدم اینها کیا هستند، گفتند مردم مساکین و فقیرها هستند. اهل جنت اکثریتش را گفت پیغمبر دیدم فقط مسکین ها و فقیرها بودند. فاذا قمت على باب النار فاذا عامت من دخلها النساء، لیکن نزد دروازه دوزخ هم نگاه کردم که توده توده مردم در دوزخ پرتافته میشد، همش از جمله زنها بود. اکثریت اهل دوزخ را پیغمبر خدا گفتند نظارت کردم، از زنها عبارت بود. البته زنهایی که در دنیا احترام شوهر نکردند، زنهایی که در دنیا به تربیه فرزند اهمیت ندادند، در دنیا به طرف شوهرها زبان درازی کردند، شوهرها را به احترامی کردند، حیات خوب مرد را به تلخی مبدل گردانیدند. اینها کسانی بودند که عاقبتشان وارد شدن بر دوزخ است. البته تمام خواهران عزیز و مادرها میدانند که این دنیا اونقدر دنیای دراز نیست. دنیایی هست که زود است که البته بالای چی زن باشد چی مرد باشد هجوم میکند و اون امانت میگیرد. و در پیش ما و شما حیات دیگر داریم، حیاتی که وی فنا شونده نیست. باید که برای اون حیات، اون دنیا باید که ما و شما کوشش و حرکت داشته باشیم. حضرت عثمان میگوید که شنیدم از پیغمبر خدا که میگفتند ما من امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا، اگر کدام زنی که در دنیا به سوی شوهر میگوید ای شوهر من از تو چیزی ندیدم، بسیار است امروز این کلمات از اکثر زبان زنها صادر می شود. اگر یک روز یا یک ماه اگر زنها از نعمتهایی که در خاندان داشتند شاید سببهای پیدا شد و همان نانی با سیری را ندیدند، یا شاید که اون لطف و مهربانی هایی که شوهر داشت در دوام یک روز یا یک هفته اون لطف و مهربانی ها را دیگر مشاهده نکردند، در حال به سوی شوهر میگوید من از تو چیزی ندیدم. وقتی میگوید این سخن از زبان زن صدا داد، احبط الله عملها 70 سنه ولو كانت تصوم و تقوم الليل
پیغمبر خدا گفتند این زن در جواب این سخنی که به سوی شوهر گفتند 70 ساله عبادتشان برباد دادند، اگر چندی که روزدار بود، شب به نماز بود. در یک کلمه که میگوید ما رأیت منک خیرا، من از تو چیزی ندیدم. باید خیلی با احتیاط باشم. چگونه که یک غلام در نزد مولای خود چقدر احترام دارد، یعنی چقدر با احترام صحبت میکند، از روی ترس باید که زن هم با شوهر خود این چنین صحبت داشته باشد. این زمان انشاءالله اون ثواب هایی که در این جمعه های گذشته گذاشتیم بعد زن نائل می شود. و الا اگر سرکشی کند و این گونه کلمات ها را اگر تلفظ کند، وای به حالش، چی در دنیا و چی در قیامت البته اینها شرمنده هستند و در عذاب خداوند گرفتار می شود. امروز باشد چگونه که به شما خبر دادیم که خیلی سوال های زیاد منتظر جواب هستند. میخواهم که جواب این سوال ها را به شما خبر دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. داملای شیرین بیان، در سنت خواندن پراکنده شدن درست است یا نه از صفها؟ زیرا مولای ما میگوید درست نیست. یعنی وقتی ما و شما فرض میخوانیم، کدام فرض نماز نباشد، چی فرض جمعه باشد، چی فرض پیشین باشد، چی فرض عصر باشد، ثواب و سنت همین است که در حال جایهای خود عوض کنیم. این ثواب است و سنت است. فقط جمع شدنی، یعنی راست بودنی صف، پر بودنی صف فقط برای نماز فرض است و خلاص. برای سنت اگر شما صف کشین و در صف راست کنین برای سنت، نماز همه کراهیت دارد، مکروه است. در نماز سنت هیچگاه باید صف راست نباشد و صف نباشد، باید همه پراکنده باشد. سنت انا همین است. اون ملا صد نامعقول کرده است. ملا از هوا گفت است. ملا اگر پسترین کتاب همین شرح گوری را مختصر تماشا کند، در باب سنت ها میگوید که حتی که سنت در مسجد خواندن خودش مکروه است. سنت باید در خانه خوانده شود. و در مسجد که آمدیم باید که جایهاتان، مثال چی قدر میگوید صاحب کتاب که اگر جایها را عوض کنیم و جایهای سجده چی قدر زیاد باشد، همون قدر برای خود شاهد در روز قیامت تیار میکنه. یعنی هر پارچه زمینی که شما عبادت میکنین، اینها برای شما شاهدی در روز قیامت میدهند. چند قدر شاهد زیاد شد، همون قدر کار شما آسان میشود. این از طریقه سنت خواندن. فرضها را که خواندیم پراکنده شوین در مسجدها هر طرف، حتی در خانه هم که خوانین سنت است، اگر به شرط خانه های شما نزدیکتر باشد. دوم سوال، این شعر بیدل را التماس تحلیل کنید. آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. از تراوت خانه دارد در رهی سیلاب گل. اصلا همین تحلیل شعرها دا ما را البته بگیم علم ما نمی رسد، لیکن این برادر از ما خواهش کردن همین بیدل تحلیل کنیم. بیدل خود میگوید که شعرهای من همش کوتاه بلندی ها دارد. این شعر مرا، نظم مرا با خود کوتاهی ها و بلندی ها دارد. یعنی شما قوت تحلیل او را ندارید. لیکن به هر حال من میگویم که معنای این شعر این است که آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. حضرت میگوید آفت ایجاد معنای که یعنی زندگی انسان از آفتهای زیاد عبارت است. ای انسان هوشیار باش. یعنی در حیاتت ای انسان
تو بی‌نهایت آفتهای زیاد میبینی. آفت ایجاد است سازی زندگی، هوشیار باش. هوشیار باش که زندگی شما آفت ایجاد است، یعنی آفت ایجاد میکند. یعنی روز به روز آفتها و روز به روز مشکلات و مشقت شما زیاد میشود در زندگی. از تراوت خانه دارد در ره سیلاب گل. تراوت گفته اصلا معنای تر و تازگی را دارد. تراوت تر و تازگی. میگوید که گل برای آنه که همین تر و تازه بماند، خانه دارد در ره سیلاب گل. همین ره سیلابه را، ره سیلاب یعنی ره سیلابه آب، همین گل برای آنه که تازه بماند، دائم شکفته بماند، برای همین تازگی و حیات بردوامش همین ره سیلاب برای خودش اختیار کرده است. انا انسان هم میگه زندگیش مثل گل است، بلای آنه که مثال همین آدم زنده ماند، حیاتش بردوام ماند، باید که همه همین مشقت هایی که در بالاش میاد همین ها را باید که چیکار کند؟ تحمل کند و روپرو شود. چگونه که گل از سیلاب یعنی از آمدن سیل عذاب دارد، مشقت دارد. این از همین معناش باور میکنم دیگر از این ممکن که دیگر تحلیلی نداشته باشد. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، اگر در نکاح دست بالای دست باشد چی زیان دارد؟ یعنی نکاح وقتی که نکاح صورت میگیره در خانه کدام از مسلمان های ما و شما، بعدا همونجا مردم تکلیف میکنند که دست ها را راست مانید، یعنی بالای زانو هاتون در راست مانید، نه جنبین نه خندین. دیگر اینا دروغ هستند. دست ها چی در بالای پا باشد چی در زمین باشد، اینا یگان اهمیت ندارن در نکاح. برادرای عزیز ندارن، اینها هیچ معنی ندارن. دست در بالای دست نباشد برای چی؟ برای که نکاح قلف میشیده است، برای که مثال همین بچه نکاحش مثال عاقبت زندگیش ویران است وقتی اگر دستی ما در بالای دستم باشد. اینا دروغ هستند. برادرای عزیز حتی در نکاح میگن که قلنفر نیارین که زندگی آدم تیز میشود، زندگیش ناخوب میشود، زندگیش دیگر. باور کن اینا ضعیفی ایمان ما و شما را نشان میدن. اینا یک سفسطه های هستند که در همین دین ما و شما داخلشان کردگیند. باور کن کدام بگیم یگان کثافت و بدبخت جایگیر کردگی است. ما و شما را چنان ترساندن که حتی از قلنفر میترسیم که اون که نعمت خداست، اینا باید که انسان خورد داخل، چی در نکاح چی در توی چی در کدام معرکه نباشد. اینا دروغ هستند. اینا را باور نکنید. اگر شما با اینا اعتقاد داشته باشین و همین رسم و همین بگیم جاهلیت اگر جاری کنید، شما گناهکار میشوید. اینا دروغ هستند، باور نکنید. همان برادرایی که مثال نکاح میبندن و میگویند که دستات باید روی دست باشد و دیگر باشد، اونا از همه مهمترین همین که همون شو عروس پرسن نماز میخوانی یا نه. نکاحی که مثال عاقبتش اگر بخواهد که نیک باشد، زندگی که اگر خواهد که عاقبتش خوش باشد، از همون جوان دختر و جوان پسر بپرسن که تو نماز میخوانی یا نمیخوانی. این ضلول است. اون دادن قلنفر و دست در بالای دست گذاشتن و دیگر این سوزن زدن، اینها همه دروغ هستند. اینا را باور نکنید. اینا فقط از همون فتواهای زنکای هستند. همون مردهای زنکلانی که همون زنهاشون همین وظیفه را در گردنشون میگذارن، انا از همونا پیدا شده است. اینا را شما اهمیت ندید. نگذارین همون زنهایی که در پیش شما آمده پشت همون کستون و مثال همون بگیم لباس شما را سوزن میزنن. اینا معنی ندارن، شما را گناهکار میکنن. در کدام کتاب است همین؟ از اینها دیده باید که همون دختره، همون جوان مثال جوان پسر تربیه اسلامی دادن در کار، اخلاقی خوب داشته باشد.
اینا ضرورتر هستند در نکاح، نه اینکه دست بالای دست ماندن و دیگر مثال جاهلیتی که در همون شب نکاح انجام می‌یابد. اینا هیچ معنی ندارند، دروغ هستند، اینا رو باور نکنید. السلام علیکم. که حاجی میرزا 5 سوال کردن. همین یک سوال 2 سوال کنین، بعد به نهایت بعضی برادرها تمام زندگیش 3 ورق 4 ورق می نویسد. ننویسین، همون مختصرا همون سوال بگو، چیزی هست قوت مرسی جواب میگیم، نشد میگیم پیش دیگر کس را. آیا با شیر، نان، مزارها قسم خوردن چه خیل است؟ شرک است. کسی که اگر با نان قسم میخورد، با شیر قسم میخورد، با مزارها قسم میخورد، اینها در گناهگار میشود، بی نهایت گناهگار میشود. باور کن از ترک نماز در حتی که گناهش بزمین‌تر است. کسی که با نان قسم میخورد یا با شیر قسم میخورد یا با مزار قسم میخورد، رسول اکرم گفتند کسی که اگر بغیر خدا قسم میخورد وای شرک در خدا آورده است، وای مشرک است. اینا در باور اینا قسم نیستند. قسم فقط والله بالله تالله، انا همین 3 قسم است. اینا در قسم خوردن شما گناهگار میشین. دوم، از جایش میخیزد یا پیر میگوید، آیا این چه خیل است؟ اینم نادرست است. پیری وای چی قدرت دارد؟ انسان باید که فقط با نام الله نشیند، با نام الله از جای خود خیزد. فقط وقتی از جاتان میخیزین پیر دارین، خدا پیرتان رحمت و مغفرت کند. پیری تو اون قدرت را ندارد که ترا از جای خود خیزاند و در جای تو نشیند. این قدرت پیری تو ندارد. فقط باید که ما و شما الله گفته از جامان میخیزیم، الله گفته در جامان می نشینیم. همه با قدرت الله است. سوم، آیا با زن خود در حمام خانه یک جایه غسل کردن درست است؟ البته سنت است. سنت است که باید در حمام مرد همراه زن خودش غسل کند. اون زن وظیفش همین است که بدن شوهر را تازه میکند، میشود، پاکیزه میکند، بعد دعای شوهر را میگیرد. این سنت است. خوش به حال همون زنهایی که پیش از آنه که مثال مرد اراده حمام دارد، با همراهی همون شوهرش حمام می رود و مثال بدن شوهرش صابون میکند، بدن شوهر مثال پاکیزه میکند، تازه میکند. خوش به حال او زن. این سنت است. چهارم، آیا زن میتواند که مرغ یا دیگر حیوان را ذبح کند؟ میتواند. زن حقوق دارد که مثل مرد چگونه که مرغ از کدام حیوانی نباشد ذبح میکنیم، کار در دست میگیرد، بسم الله الله اکبر میگوید، ذبح حیوان میکند. این جای منعش نیست. پنجم، آیا زن سر مرد را تراشیدن ممکن است یا نه؟ تراشیدن البته درست است. یک جوان گفت که ما در کدام قشلاق زندگی میکرده است، گفت وقتی همون زن من گفت وقتی سر ما تراشید، ملا گفت که الکی زن به تو چی شد؟ طلاق شد. این هم خیلی ملاها هم هستند. حالا که آخی را بگیم همش وظیفه زن غلط نیست. آخی وظیفهش هم که نباشد کردنش سنت است. همون تیغ گرفت یا همون لیزبر را میگیرد مثال سری مرد می تراشد، چی جای گناه است؟ تراشیدن 100% درست است، باکی نداره، بلکه ثواب میگیرد. یکم سوال. السلام علیکم. آیا ابورت جایز است؟ ابورت جایز است. ابورت کردن یعنی در زنها میگویند تا 4 ماهگی اگر زن خواهد که مثال همون شکم بدگیش تازه کند، حقوق دارد، اسلام هم رخصت ندهد که رفته تازه کند. لیکن 4 ماهگی شد الکی جان در بدن این کودک در آورده می شود از روی آیت ها و احادیث های پیغمبر. این صورت در وقتی که وی ابورت میکند الکی همچه قاتل نفس به حساب می رود، یعنی همچه آدم کش به حساب می رود. برای تا 4 ماهگی اگر مثال
خواهد همون زن یگان سبب‌های داشته باشد میتواند که ابورت کند، اینجا گناهکار نمیشود. دوم، یک داملا مهمانی آمده بود، گفت که با میکروفون گپ زدن حرام است. همون مهمانی چه کند؟ ما به مهمان هم خودمون میدونیم شکر خدا که با میکروفون درست است یا نادرست است. فتوای مهمان ما در کار هم نیست. شکر خدا هم کتابی جمع کردیم داریم که دیگر نه با مهمان در کار مانه، نه مولوی و نه اولیا. شکر خدا همش حل است. الحال یگان کمبودی الحمدلله در بین داملاهای ما و شما نیست، همه مسئله جوابش مییابد. برای همین هر مهمان که آمد همون مهمانیش کند، دیگر میکروفون حرامه، دیگرش حرام است، این حرام حلالش هم خودشون حل میکنه. اگر میکروفون حرام باشد، همون خانه همون ملا رفته بینه که همین گازی که میسوزیم که همین گاز هم حرام است. خب برای دوره پیغمبر در گاز نبود. این چراغایی که خانه در شب در میتیم اینا حرام هستن. خب دوره پیغمبر در چراغ نبود. این جلک ها دوره پیغمبر در نبود، پوشیدنش حرام است. خب اون ماشین هایی که میشینن راحت کده رفته آمده هستن اینا هم حرام هستن. برای انمو ملایی که انمیره میگد حرام است، برای ما حلال است. چی جای حرامی دارد وقتی که صدای مرا اطرافی ها همه میشنوند؟ چی جای حرامی دارد؟ اینا همون ملاهای هستن که بیچاره تا حال چشم شورا نکشودن. آن چیزی که در همون پیش دیدن کتاب قدیمینه همون را قپیده ایستادگیان، دیگر این پیشرفتی دنیا و زمانه با اینا هیچ دخالت نداره. همون ملا کار شکند برود، دیگر مهمانی شکند. سلام علیکم داملای عزیز. زنی اکه را گرفتن درست است در اسلام یا دادر؟ زنی اکه را بعد وفات اکه یا دادر درست است؟ اگر مثال وقتی که برادرت از دنیا میگذرد یا دادرت از دنیا میگذرد، یعنی علاقه زنی او برای تو بیگانه میشود. اسلام رخصت میدهد که چی زنی اکه باشد چی زنی دادر باشد در نکاح خود درآری. اینم به خاطر همون فرزندهایی که باقی مانده است. اگر فرزندم که نداشته باشد رخصت است که همون زن از اوی که در بدر می شود و دستی به زنا می زند و مثال شأن شرف همون اولاد می ریزاند، اگر همون برادر یا اکهی که وی در نکاح می دارد، این جایز است. این سخن خدا و پیغمبر است، درست است، یگان باکی ندارد. می نویسن که دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا خیلی تعریفات کردن، تعریفات چه نمیخوانیم. من از شما یک خواهش احترام دارم که من در قشلاق کارز بالا ملا سلطانی میگویند در آنجا استقامت میکنم. من آدم‌های را میبینم که کارهای ناشایسته را میکنند و گپ‌های هرخیله میگویند. من باشم به آنها گفتم و میگویم که شما یک بار عقلا امر معروف را گوش کنید یا اینکه شنوید، بعد میفهمید که در دنیا چی گپ و خبر است. وایها باشند مرا سرزنش میکنند و ملاها را تحقیر کرده دشنام میدهند و میگویند که دنیا از دست ملاها جزیر شده است. از شما حاجی محترم خواهشی ضرور دارم که در حق این بدبخت ها چی گفتنی دارید؟ مرحمت با طور آشکارا پاسخ دهید. البته مثال سخن اینها هم از یک جهت حقیقت دارد. چه حقیقت دارد؟ در اصل همین مردمی که اعتقادشون از ملاها پریده است، دیدن که بسیاری ملاها اصل نامشون ملا بوده است. اصل نامشون ملا بوده است، در اصل ملا نبوده. ملا باید که دائم خدمت بر اسلام کند و دائم دلسوز اسلام باشد. وقتی میبینن همین گپ‌هایی که ملا را به گفتش بکن به کردش نکن، اینا هم از دست همون بعضی ملاهایی که گفتن و نکردن ان همین مقاله ها پیدا شد. باید ملا هستی اصل ملا شو، حقیقت گفتن بگیر. اگر چنده که ملامت زیاده میشنوی، هزار اگر خودت پرده پوش کنی، هزار اگر با چین دل همو کلان ها هم که کار کنی، همو روزی که اگر یا تبدلات شد اولین آدمی نابود میکن تا هستی.
دیگر آفتاب به دامن پوشانده نمیشد که کن من ملا نیستم گفته او حالت دخته پنهان کنی. اولین نفر میکشند تو هستی. برای همین چیکار کردن در کار؟ همین ملا میشه ملای اساسی شد. ملا نمیشه این مثال با سله و با کله و با جیلک و با منافقی مثال راه یافتن در بین مردم بسیار بسیار گناه کلان است. امروز تمام ملاها را از پشت مثال یک ملا یا دو ملا تحقیر میکنند. به خاطر چی است؟ به خاطر که همون ملا در اصل مثال ملا نیست، همون نام ملاگی دارد. شاید مسجد نمی رود، شاید که خیر خدایی شود بعد مثال مسجد ها رود. همون ملا مثال معرکه های می شود که اسلام او را رخصت نمی دهد. مردم اینا که می بینند اعتقادشان از ملا می پرند. لیکن اصل شما هیچ گام اعتقاد شما از پیشواها و ملاهای شما دور نشود. ملاها در بین شما برادرای عزیز مثل همین چراغی که روشنی میدهد مثل همین است. و ملا البته به البته در نزد خدا هم قدر دارد، باید در نزد شما هم احترام داشته باشد. کسی که مثال دشنام میدهد اگر از جهت نافهمی باشد و یک سبکی دارد، لیکن کسی که اگر دیده و دانسته ملا را بد میبیند و مثال دشنام میدهد این حالت دوای گناهگار میشود. من چیز دیگر نمیگم برای این. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، پیش از همه به شما عمر دراز و وطن صحت و دل بیغم خواهان هستم. من خیلی فخر میکنم که در شهر کولاب باستانی زندگی میکنیم و این خیل حاجی را صاحب هستیم. من از شما یک خواهش دارم که به سوال من پاسخ گردانید. در کتاب قرآن گفته شده است که بعد نماز بامداد، یعنی بعد از فرض نماز بامداد، یگان نماز نیست. اگر بعد نماز بامداد نماز نفل یا یگان نماز دیگر خوانی، این درست است یا نه؟ خواهش دارم این سوال را پاسخ گردانید. با احترام، من یک مخلص امر معروف شما هستم. یعنی من اول همون آیت هم می نویساندین که در کدام جای قرآن گفته است که بعد نماز بامداد دیگر هیچ نماز نیست. خوبش این میشد، لیکن بعد نماز فرض بامداد خواندن نمازهای نافله جایز نیست. یعنی نمازهای سنت، نمازهای نافله را خواندنش در مذهب ابو حنیفه جایز نیست خواندن تا آفتاب برآمدن. آفتاب که برآمد بعد نمازهای نافله را، یعنی نمازهای زیادتی را خواندنش از روی مذهب ابو حنیفه چی می شود؟ جایز می شود. یعنی بعد نماز فرض تا برآمدن آفتاب، اگر مثال شما اگر نماز قضایی خوانین باکی ندارد، نمازهای قضایی را خواندنش درست است، باکی ندارد. یا نماز جنازه باشد باکی ندارد. یا سجده تلاوت برای 14 جای قرآن که سجده تلاوت دارد اگر ادا کنی باکی ندارد. فقط نماز نافله را، یعنی نمازهای زیادتی که در مثال شکر وضو میخونین، تحیه مسجد میخونین و دیگر مثال در حق پدر و مادر، اینها را بعد فرض دیگر اجازت نمیتن. یعنی همین بعد صبح که دمید فقط سنت و فرض هم بامداد خوانده میشد خلاص. نمازهای نافله فقط تا دم صبح است. صبح که دمید اینها را دیگر خواندنشان از روی مذهب ابو حنیفه جایز نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز. من شنیدم که نماز قضا شود فرض میخوانی، سنت نمیخوانی. درست است؟ البته نماز که قضا شد فقط همون فرضاش میخوانین و دیگر سنت نمیخوانین. یعنی فرضها قطعی نماز ویتر خوانده میشد و خلاص، دیگرهاش خوانده نمیشود. السلام علیکم بابای داملا، خواهش میکنم با این سوال من جواب درستتر جواب دهید. اگر پدر پسر را بگوید که به بازار رو، پسر بگوید که وقت نماز شده است، من به نماز می روم، آیا این ناگپگیری می شود؟ البته مثال پدر و مادر پیش از آنه که مثال فرزند پای کار میگیرن، اگر فرزند گوید که مثال پدر وقت نماز شد، من باید که رفته اول نماز خوانم بعد از پای مثال سخن شما شوم، پدر گوید میلش بچم همراه بچه خود باید که به مسجد آمدن نماز خواند، این افضلتر و بهترتر است. لیکن اگر ضرور باشد پدر بیمار است یا دیگر مثال وقتی فرزند نماز خواند بعداً مثال شاید که یگان فلاکت و یگان بیماری پدر زیاد شود
یا یگان تشویش باشد، این صورت فرزند سخن پدر مثال قبول میکند، به مسجد نمیاد و رفته از پای مثال همان بازاری پدرش میشود. لیکن اگر هیچ مثال کار نباشد، هیچ مثال تشویش نباشد، بیماری نباشد، باز بازم این پدر گوید که بگذار همون مسجد از پای مثال سخن من شو، اینجا هم از پای سخن پدر میشود، لیکن گناهکار پدر است. دوم، الله اکبر چند معنا دارد؟ همون الله اکبر از همه معنای مثال ساده و عیانش همین است که خدا بزرگ است. الله اکبر این بزرگی را میدهد، خدا بزرگ است. از همه ساده و عادیش همین است. السلام علیکم داملای عزیز، بجای برابرم از نام یک مخلص شما. داملای عزیز و بجام برابرم از نام یک مخلص شما. یکم، بعد سنت پیشین تا انتظار جماعت فرض نفل گذاریدن ممکن است یا نه؟ اگر گذاشت چی می شود؟ یعنی بهترش که نگذارد. مثلا سنت پیشین که خواندین، سنت همین است که تا فرض پیشین با ذکر مشغول شویم، مثل سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، با این مشغول شوین. این بهتر است، اینش نزدیکتر است با سنت. لیکن اگر دل شما قرار نگرفت و بعد یا اگر یگان مثال نمازهای قضایی را اگر خوانین، یعنی این گناه نآمده است در مسئله، لیکن اگر خواندینم نخواندنش بهتر، همون نخواندن بهتر است. همون ذکرها تو نکنین تا نماز فرض، بعد مثال فرض خواندن و سنت پیشین خواندن، انا مرحمت تا عصر دیگر فرض داری نفل داری، اینش بهتر است. درباره تسبیحات گفتید، اما در تسبیحات نام اولا و نام محمد ذکر شده است. از این خاطر در روی مالیدن ممکن است یا نه؟ البته وقتی که اگر تسبیحایی که داریم، مثال بعضی آدم تسبیح میگیرن، تسبیح میگرداند و بعد همون تسبیح ها را در روش میمالد، این گناهش اینش سنت نیست، این بدعت است. این مالیدن در رو معنی ندارد. چی در کار؟ مثال تسبیح را میگیری و در چهرت میشکی میمالی، یا اینکه مثال اون ختم خوجه میکنن، سنگ بسیار را میگیرن تسبیح میگردانن، بعد همون سنگا را میگیرن بوسه میکنن. این حرام است، سنگ بوسه کردن حرام است. حضرت عمر میگه وقتی که طواف خانه کعبه میکردن، همون سنگ حجر الاسود که حاجیا وقتی زیارت میرون و سر خدا مثال میدرارن، همون سنگ سیاه را بوسه میکنن. حضرت عمر میگه سنگ بوسه کردن و گفتن ای سنگ، گفتن به خدا قسم من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من به تو احتیاجم ندارم و تو را بوسه هم نمیکنم. یعنی هیچگاه یکی قبر بوسه کردن، یکی سنگ بوسه کردن، اینا حرام هستند. اینا را نه در دیده هاتون بمالین نه بوسه شان کنید. تسبیح گردانید، تمام کشالش کنید یا در همون پیشت بگذارش. سیوم، مرد زن میگیرد و زن اولش مرده است، میگویند که در بالای قبرش برده آب ریزید. چی معنی دارد؟ آیا رواست؟ نه، دروغ است. اینا بیچاره چند کس ما را گفت. یا خیالش 1 سال حالا که عده پایستن از برای زن است. اینا حقوق شوهر بلندیش نشان میدهد که وقتی که اگر شوهر از دنیا گذشت، زن باید که 4 ماه و 10 روز انتظاری میکشد، بعد 4 ماه و 10 روز و شوهر میکند. لیکن برای مرد عده نیست. یعنی زنش که مرد حقوق دارد، کدام روزی را که برای خودش انتخاب، اگر فرداش هم که زن بگیرد وای گناهگار نمیشود. اگر 3 روز پس هم که زن گیرد گناهگار نمیشود. 1 هفته پس هم که زن گیرد، 1 ساعت بعد هم که زن گیرد گناهگار نمیشود. یک آدم بیچاره گفت که 1 سال مرا گفتن در محله من که میستی پنجشنبگی زن تا تمام میکنی، بعد یک سطیل است یا که ممکن یگان ماشین آب است، میبری در بالای قبر همون زنک میریزی، دلی او را ای دنیا خنک میکنی، بعد زن میگیری. باور کنی میرو همه آدمی با عقل نخواهی رو باور کنن. اینا باور کنی یک خنداور است، نخواه که مثال در بالای قبر دلی او را ای دنیا چی خنک میکنی دیگر. او که ها مردگی است بیچاره،
او دیگه در او جسد اگر یک سال پس بره او را خاک شیدگی است، او را کجا شد دیگر خنک میکنی؟ اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنی. برای مرد خدا اجازه داده است کی که میخواهد زن گرفتن بگیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک گروه به نماز جماعت خانی به کلاب می آمدیم. مرد قرآن خانه به ما چنین گفت که سگ ما و جای دیگر می جکیم. چی می شود بابای داملا؟ مرا با تمسخر کردن شما در حق همین خیل آدم چی می گویید؟ با سلام یک گروه مخلصان شما. یک قرآن خان بیچاره بسیاری قرآن خانی هستند که رسول اکرم میگوید بسیاری قرآن خانی هستند که همون قرآن به اونها لعنت میگوید. اگه قرآن خانی دلیلی او را ندارد که تو را از نماز جماعت آمدن من میکنه. برادرها از دوشنبه میآیند، از حصار میآیند، با امید ثواب میآیند که چند قدر راه زیاد طی کنیم و امر معروف گوش کنیم تا که در نامه اعمال ما خداوند ثواب بنویسد. خدا رحمت کند. محمد صاحب ایرانی را میگوید در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود. همین آدم جاهل از سخن گفتنش که شما میفهمید. همین سخنی که وای گفت این علامت جاهلی وای نشان میدهد، علامت بی‌عقلی و بی‌علمی همون آدم نشان میدهد که یک آدمی که سعی دارد کوشش دارد که رفته در یک مسجد نماز جماعت خوانم، امر معروف گوش کنم، با این گونه مثال سخنهای قبیح پیش راه او را میگیرد. محمد صاحب ایرانی میگوید مخور صاحب، خدا رحمتش کند، کلیاتش نزد ما هست، مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد. امامه زاهد گفته سله را میگن، میگد که از همه سله‌دارا فریب سله‌دار نخور. میگد مخور صاحب فریب فضل، فضل گفته سله کلان میگن، مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد که در گنبد بی مغزی صدا بسیار میپیچد. همین گنبد زبین میگه یک گنبد کلان نه که درنش خالیه، ها بگو ده بار ها 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 میگن. همون کله همون آدمایی که این گونه سخنها را میگن و سله ها در تاری سرش هم مثل گنبد همون خالی است، هیچ چی ندارن اونا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی اول بخشید از شما در رضا بودن پدر و مادر یک چند سخنهای مبارک میگفتی. این سوال اولی من است. دوم، معلمانی که از خوانندگان یا اونیورسیته یا کالج از اگزامین یا زچات پول میگیرند، آیا برای مسلمان این حرام است یا نه؟ التماس اکای حاجی به سوال ما جواب پره میگفتید، دل ما قرار میگیرید. البته درباره پدر مادر ما کسیته ها داریم. برادر عزیز مراجعت کن، از همون کسیته ها بی نهایت بهره زیاد میگیری. دو کسیته خاصه درباره احترام پدر مادر است. اگر مثال چیزی که خواهی از داخل اونها تو البته یافت میکنی. و سوالی که معلم ها چه از اونیورسیته باشد، چه از اینستیتوت باشد، چه از مکتب های میانه باشد، چه از کالج ها باشند، برای زکات و برای مثال بها گرفتن وقتی پول میگیرن، باور کن خیانتی در جمعیت کردگی هستند. به حد خیانتی کلان میکنن. برای دهنده در زمان ما گناه نیست، اگر چنده که رسول اکرم میگوید الراشی و المرتشی فی النار، کسی پاره میدهد و کسی پاره میگیرد، هر دو در آتش دوزخ هستند. امروز جزای پاره را دیدیم. با مثال با پاره بیچاره میخواند میآید. امروز باوری داریم که فرزند من مدینیستوت خوانده است، دکتر شده است. همه او مثال زکات ها و همه او بها با پول است. او از کجا مثال تجربه دکتری دارد؟ او از کجا مثال فرزند ما او ترا نجات داده میتواند؟ برای چی نمیتواند؟ برای که وای معلمش خیانتکار بود، وای معلمش آموخته کرد که همین پول بده نخوان دیگر، خواندن تو حاجت هم نیست. آیا همین خیانت نیست؟ از این ده خیانتی کلان دیگر وجود ندارد.
هر یک فرزند، مثال هر یک پدر و مادر باوری دارد که فرزندش در فلان مدرسه یا مکتب میخواند، وقتی که وای با پول میخواند این معلوم است که عاقبت وای چی هست. و البته آدم دهنده در این زمان ما گناهکار نمی شود، زیرا اگر حاضر ما فرزندا مانده از جهت فرزندا ما پاره ندهیم و دیگر داخل نمیکنند. فرزند ما دیگر در او یونیورسیته یا که در مثال همون میدینی سود خوانده نمیتوانند تا اگر پاره ندهیم. امروز پاره ما میدهیم، لیکن همون گیرنده ها گناهکار هستند، دهنده ها گناهکار نیستند. بسیار عملی زیشت است. شهر دوشنبه، بوربت 56 صنوبر. السلام علیکم داملای عزیز و محترم حاجی میرزا، اینا بر ما دادن. من با همراهی خواهرانم از دوشنبه آمدیم و امروز به دیدار شما رسیدیم. ما در خردسالی همان از پدرمان جدا شدیم. پدرمان را ماشین زد و او مرد. مادرم که الحال جوان است و شوهر برآمد و از آن شکرانه میکنم که او بسیار آدمی خوب است و امروز که من 14 ساله نماز میخوانم. از شما داملای عزیز التماس میکنم که مرا و خواهران مرا و پدر و مادر مرا دعا کنید. خدای مهربان این خواهر اسلامی را همراه همه خواهرها و پدر و مادرش خدایا مغفرت گناه بکنی و مراد و مطلب هاشون خدا حاصل کنی. آمین یا رب العالمین. یک سوال بسیار از ما پایش سخت کرده بودن از دوشنبه. السلام علیکم داملای شیرین سخن. این سوال از نام یک خواهر شماست. التماس به سوال من جواب گویید. من برادرم را با نمازخوانی دعوت کردم. اگر من او را یاری رسانم ممکن است؟ سوال دیگر. از وفات پدرم 2 سال گذشت. آیا من به منزل پدرم روم ممکن است؟ چنانه که میگویند رفتن زن به منزل ممکن نیست. التماس به من جواب پر بدید. با احترام خواهر عزیز شما. البته می توانید شما اون برادری که دارین یا پدری دارین شما نماز خوان کنین، در نماز یاردم کنین، این باکی ندارد. این البته ثواب میگیرین. لیکن به سر منزل پدر و مادر رفتن، اگر چنده که حدیث ها برای رفتن هم هست، مثال سخن فقها هم برای اجازت هم رفتن هست، لیکن الحال عالم های بگیم آخر معاصر حاضره ما و شما اجازت ندادن که زنها به سر منزل ها روند یا به زیارت مزار ها روند. یعنی این ده اجازت ندادن. گفتن نرفتن زن برای منزل، برای دعا کردن، مثال برای اولاد اجدادش به قبرستان ها، این بهتر است. از این خاطر همون خواهری که مثال میخواهد در حق پدر و مادر دعا کند، افضل و بهتر همین است که در خاندان 2 رکعت نماز خوان در حق پدر و مادر ببخش. انشاءالله این بهتر است و این ثوابش زیادتر است. سلام داملای محترم، از شما خواهش و التماس میکنم با همین سوال من جواب گردانید. گویا که عمر خیام در جماعت مس بود و در دستش پیاله می، و ناگاه پیاله از دست او می افتد و می شکند. شخصان گرد و اطراف او را تماشا دارند. او باشد این شعر را می خواند: ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، بر خاک زدی می نابی مرا، خاکم به دهن مگر تو مستی ربی. بعد خواندن این مصرع ها در روی او سیاهی پدید شده است. بعد خواندن دیگر شعر سیاهی در روی او ندیده شد. همانا ناپدید می شود که چنین بوده است: ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، هر کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. بعد از این جماعت و از واقعه روی داده او را اولیا خواندند. آیا این 8 مصرع شعر ضد دین هست یا نه؟ و واقعه با عمر خیام چنین بود یا نه؟ ما بین من و 1-2 شخص بحث شد. من در جواب گفتم که با واقعه روی داده شده باوری ندارم.
بنابراین از شما یک بار دیگر التماس شعرها را با پررگی تحلیل کرده و واقعی که بحث می رود با پررگی شرح دهید. مخلص اشدی شما از دوشنبه اسرائیل. افسوس می کنم که از سبب راه دور در امر معروف شما اشتراک ندارم. به هر حال که از روی کسیته هایتان شما را نغز می شناسم و احترام می کنم. خدا نگهبانتان باشد. یعنی این واقعی که به عمر خیام گویا شده باشد که وقتی در دستش مثال پیاله می بود و وقتی که میخواست که همین می نوشد که همون می با همون ابریقش با همون ظرفی که داشت در زمین زد و شکست و به سوی پروردگار گفته پروردگار تو ابریقی مرا شکستی، آیا تو مست هستی؟ این سخن در آخر حضرت عمر خیام گفته باشد. وقتی که این سخن گفت خداوند در حال میگه چهره عمر خیام سیاه کرد و بعد این باز چی گفت؟ ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. یعنی پروردگار کی هست در دنیا که ناکرده مثال حیات برده است و گناه نکردگی هست؟ کی هست؟ میخیل گفته این وقت این 4 مثال را خون بعد این باز رویش سفید شد گویا. آیا همین واقع اصل دارد؟ این دروغ است باور کنید. منم باور ندارم. منم در یگان کتابم ندیدم لیکن اکنون ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. کسی نباشد چه اولیا باشد چه مثال همون دوستان خدا هم به درگاه خداوند این گونه ناز کرده و ای پروردگار تو مستی گفته این ده هیچ کس قدرت نداره. این گونه معامله هم بر خدا کردن این باور که این در عقل انسان جا نمیگیرد. من یک حدیث حضرت عمر را نویسانده میخواهم که برای شما خوانم. حضرت میگوید یک مرد راه میرفت، در راه رفتن بسیار میگه ایتا خاکسار بود، خاکساری کرده گویا گردن پست زمین تماشا کرده میرفت. حضرت عمر گفتن لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. این مرد گفتن سرت بردار، گفتن تو آدم مسلمان هستی، تو خطا یک باتر بگیر، یک آدم با قوت بگیر. گفت دین اسلام را برمان نمیران، گفت خدا ترا هلاک بگرداند. یعنی چند قدر مثال راست باش گفته است. خطا همچه خاکسار ای ذلیل نگیر. باز میگه در دیگر شخص دید میگه که بسیار شکسته بود. میگه اونا چی گفت؟ ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمرض. سرت بردار، گفت ای مرد، گفت اسلام بیمار نیست، گفت اسلام را بیمار در چشم مردم نشان نده، گفت سرت بردار، گفت یعنی با غیرت باش. یعنی ما و شما هم باید که چنین حکایه ها قطعی مثل که گویا یک ضربه در همین اسلام میزنیم، گویا که اسلام هم مثل یک افسانه نشان میدیم. همچنان هم میگن که گویا که برق ولی وقتی که مست شده است با همون عصاش در عرش الهی زده باشد. اینا دروغ هستند. اینا را باور کردن در کار نیست. این کتابچه هایی که برآمده است اینا نه آیت نه حدیث آخه. در یگان کتاب معتبر آمدگی نیست که مثال حضرت برق در عرش پروردگار با تیاقی خود زده باشد و گفته باشد که خداوند یعنی چی پیشنهاد کرده است یک دوزخ گویا که نابود کرده باشد. اینا افسانه هستند. اینا را باور کردن در کار نیست. اینا مثل همونا هست. یعنی هیچ وقت عمر خیام بسیار فیلسوف کلام بودند، بسیار آدم خدا ترس بودند و عرق نوش نبودند. برای چی عرق نوش نبودند؟ زیرا حضرت حافظ بینین در مصرع شعریش میگه المنت لله که دری میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند زیمستی، آن می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. اون می که میگوید ما در مصرع‌های شعری ذکر میکنیم، حضرت حافظ میگوید اون می میگد اون می مجازی نیست، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. این می مجازیه که این می که مردم در دکانها میفروشن و مینوشن، اینا میگه از اینا فقط غرور تکبری مثال خاری و ذلت است.
و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. آن می که ما میگوییم در مصرع‌های شعری، همه این عاجزی را نشان میدهد، همه این یک سرخمی ما نشان میدهد. این می ما اون می نیست میگوید. از این خاطر اون می که عمر خیام هم ذکر کرده است، اون می همش عشق خداوندی هست، همه او عشق اسلام است، نه این می اساسی که مثال امروز مردم های می نوشند. السلام علیکم استاد عزیز. اگر در پهلویت زنت یا خواهرت یا ینگت نماز خواند، نماز فاسد می شود یا نه؟ این اگر در خانه شما نماز میخونین، یکی مادر در پهلوت نماز میخواند، زن در پهلوت نماز میخواند، ینگت در پهلوت نماز میخواند، خارزاد در پهلوت نماز میخواند، اینا در 4 شرط است. یکم شرط چی است؟ یکم نماز هر دی شما یک نماز باشد. مثال اگر هر دو نماز پیشین میخونین، اون کس در تو اقتدا کردگی باشد. یکم شرطش در پهلوی تو میسده، در تو اقتدا میکند، تو امام میشوی و وی مقتدی.